بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوارم در هر گوشه این گیتی پهناور که هستید الله سبحانه و تعالی یار و نگهدار تک تک شما عزیزان باد. با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت با شما عزیزان هستیم و مانند همیشه مهمان همیشگی برنامه ما حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان در استودیو تشریف دارن که قبل از همه چیز من عرض ادب دارم خدمت شما. خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی خواهم بود. همونطوری که میدونید بعد از بررسی روایت هایی که ادعا کرده بودن احادیث صحیح و سند هست در اثبات جنایتکار تاریخ بشریت مهدی موهومی که بهش اعتقاد دارن امام زمان خیالی، که ثابت کردیم که این روایت ها جعلی و دروغ و ساختگی است و هیچ سندی در اثبات این موهوم جنایتکار خیالی ندارن، برگشتیم دوباره به اصل موضوع برنامه که بررسی کتاب حجت در اصول کافی، یکی از صحیح ترین کتاب هایی که در مذهب شیعه مثل این کتاب کتابی نوشته نشده است. همونطوری که در مقدمه این کتاب میگن که این کتاب رو که نوشتن به خدمت همین امام موهوم و خیالیشون امام زمان بردن و ایشون هم امضا کردن زیر این کتاب که الکافی کافن لشیعتنا. ما هم میایم در کتاب حجت این کتاب بررسی میکنیم آیا واقعا ائمه اثنا عشر حجت‌های الهی منصوص از طرف پروردگار متعال برای هدایت بشریت بعد از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم هستند یا خیر؟ موضوع این هفته برنامه ما راویان شیعه و استدلال‌های ناشیانه و جاهلانه از قرآن کریم است. همانطوری که می‌دانید فرقای باطل و گمراهان و اهل اهوا همیشه سعی می‌کنند که از قرآن کریم و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از اقوال بزرگان دین به نفع خودشون بهره برداری بکنن. قرآن کریم رو تفسیرهای عجیب و غریب کردن که بارها شما در برنامه‌های مختلف تفسیرهایی که واقعا خنده‌دار است قبل از اینکه جاهلانه و ناشیانه باشه به درد فیلم‌های کمدی میخوره این تفاسیری که اینها دارن. در برنامه این هفته در مورد استدلال‌های ناشیانه و جاهلانه از قرآن کریم صحبت خواهیم کرد و ما بی‌صبرانه منتظر هستیم حضرت مولانا که ببینیم باز چه توفیقی دارید برای بینندگان. الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. گرچه اونگونه که بینندگان عزیز و ارجمند ما مستحضر هستند، موضوع اصلی این سری برنامه ها بررسی کتاب الحجه اصول کافی هست و دلایلی رو که آقایون در طول تاریخ تشیع در واقع جمع‌آوری کردند، معتقد به اونها بودند، بر اساس اونها ولاء و برا داشتند، دوستی و دشمنی می گرفتند، مسلمانان را و بقیه فرقه های شیعه را کافر دونستند. همه اونها مبتنی بوده بر این روایاتی که در این کتاب و امثال این کتاب در واقع وجود دارد. روایاتی که در این کتاب اومده یعنی گذشته از اون اظهار نظری که امثال آقای مجلسی کرده که دوم کتاب را از اعتبار ساقط کرده، گفته که مجهولند و روایاتش و ضعیف هستند. حتی روایاتی که از نگاه آقایون در واقع صحیح هست، این هم بیانگر یک نوع اتهام به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که از نظر عقلی هیچ انسان مسلمان یا شیعه واقعی نمیتواند که چنین حرفهایی رو اقوال ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بشمارد. یعنی احادیث رسوایی هستند که هم از نظر سندی اشکال دارند، رسوا هستند، و هم از نظر محتوایی و معنی روایات میبینیم که واقعا در حد و در شأن یک امام معصوم از به تعریف شیعه و از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستند. موضوع اصلی برنامه ما امروز بررسی باب 64 و 65 و 66 این کتاب هستند
که آغازش هست باب لو لم یبغ فی الارض الا رجلان لکان احدهما الحجه. دوستان نمایش بدن این ابواب را که در برنامه‌های گذشته ما ابوابی را از این کتاب را بررسی کردیم، رسیدیم به این باب انه لو لم یبغ فی الارض الا رجلان لکان احدهما الحجه. این یک مطلب اساسی هست که آقای کلینی در اینجا آورده. معنیش این است که اگر در دنیا 2 نفر هم که باشند، 1 نفر از اونها حجت هست. اگر 2 نفر باشند، یکیشون حجت هست و دیگری در واقع جزء ملت یا امتی یا اصحاب ائمه، اصحاب حجت قرار میگیرن. و متاسفانه یا خوشبختانه این باب به صورت کلی هیچ گونه روایت صحیحی ندارد. هیچ روایت صحیحی در این کتاب در واقع وجود ندارد. بس خیلی زحمت کشید آقای کلینی. متاسفانه نمیدونم که زحمتیشون هدر رفته یا آقای مجلسی هدر داده زحمت آقای کلینی رو. به هر صورت آقای مجلسی در کتاب بهار الانوار جلد 2 صفحه 298 به بعدش این ابواب را آورده و در این باب یاددهانی کرده که هیچ کدام از روایات این باب صحیح نیستند. در صورت این باب اول هست که نیازی نیست. وقتی خودشون اعتراف کردند که هیچ گونه روایات صحیح نداره و از بنابراین نیازی بررسی سندی هم ندارد. و هر انسان عاقلی میداند که اگر قرار باشد که 2 نفر در دنیا باشند، 1 نفر حجتی در کنار اونها باشد، یعنی این همه ارزش داشته باشد و مقام و جایگاه داشته باشد، مسئله امامت و مسئله وجود حجت، ما میبینیم که امروزه میلیونها و بلکه بیش از 1 میلیارد مسلمان، الان غیر مسلمانش به جای خودشون، انسان وجود دارد که حجتی رو ما در واقع نمیبینیم. هیچ حجتی رو که در روی زمین باشه به عنوان امام معصوم و منسوب از جانب الله در طول این چندین قرن و 1000 خورده سال هیچ انسان مسلمان و عاقلی و انسان معتمد و قابل اعتمادی تا حالا چنین گواهی نداده که حجت الهی در روی زمین را شناخته باشه یا دیده باشد. یعنی منظور من از حجت ها همین حجت هایی هست که شیعه تراشیدن، وگرنه قرآن حجت هست، احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم حجت هستن. اون یک بحث کاملا جداگانه هست. این باب اول هست. باب دوم باب معرفت الامام و رد الیه. باب معرفت الامام باب بعدی هست، باب 65 هست. معرفت الامام و رد الیه یعنی شناخت امام و یعنی برگرداندن مسائل به امام. یعنی ما از نظر شرعی موظف هستیم که امام باید مرجع اختلاف ما باشه، مرجع مسائل و احکام فقهی ما باشه که ما در این زمینه باید به امام بگردیم. شناخت امام و همه چیز را سپردن به امام، یعنی احکام شرعی را. این باب دوم هست انشالله، یعنی به صورت اجمالی به روایتش میپردازیم. باب سومی که در اینجا وجود دارد باب فرض طاعت الائمه. باب فرض طاعت الائمه بابی هست که در مورد فرض بودن و لازمی بودن اطاعت ائمه هست. یعنی این که بر انسانها و بر مسلمانان واجب هست که از ائمه اطاعت بکنند. اطاعت ائمه یکی از واجبات دینی هست. این 3 تا باب هست. باب اول رو عرض کردم که هیچ گونه روایت صحیحی در این باب وجود نداره، پس بنابراین نیازی هم نیست که ما به این باب در واقع بپردازیم. باب دوم و سوم یعنی باب 65 و 66 رو انشالله با هم دیگر خدمت بینندگان عزیز یک مروری خواهیم کرد. مسئله ای رو که در اینجا در این ابواب به صورت کلی یعنی ملموس هست و هر انسان عاقلی وقتی که عنوان باب را در نظر میگیرد حتما در خاطرش و در ذهنش میاد که وقتی که یک چیزی واجب هست، وقتی که یک چیزی جزء امور شرعی هست، جزء اصول دین هست، باید یک دلیل قطعی و صریح و مسلمی رو داشته باشه که نیازی به تعویل و توجیه نداشته باشه. بدون تعویل و توجیه ما باید این مطلب رو از قرآن بگیریم به ما برسد که اطاعت ائمه یکی از واجبات شرعی هست، یا شناخت ائمه یا رد بر ائمه به معنی که مسائل را باید واگذار ائمه کرد، از ائمه باید استفسار نمود. این باید یکی از واجبات شرعی هست. اگر این گونه هست باید دلیلش از قرآن و اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. در تمامی این روایت در هر 3 بابش حتی یک حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیاورده.
دلیلی که حجت باشه برای ما، قول معصوم باشه، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، که شیعه و سنی به اون اعتراف دارند که ایشون مشرع هست و قولشون وحی الهی هست، هیچ گونه روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. بعد از این که برمیگردیم، وقتی که از حدیث نیست، خب از آیات قرآن به طریق اولا در واقع نیست. و جالب این است که آیات زیادی در مجموع این روایات استدلال کردند از آیات قرآن، استدلال کردند از آیات قرآن، اما بجای این که بیایند امامتی رو برای ائمه خودشون ثابت بکنند، من معتقد به این هستند که خود این روایات دلیل بر عدم امامت ائمه هست. خود همین روایات و خود همین استدلال‌های ناشیانه، من به هیچ عنوان این استدلال‌های جاهلانه را و ناشیانه را به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت نمیدم، حاشا و کلا. اونها انسان‌های مؤمنی بودند، متعهدی بودند، آشنای به قرآن بودند و اهل سنت و الجماعت بودند قبل از این، و هیچ گونه انحراف فکری و اعتقادی رو از جامعه کلی اهل سنت و الجماعت و مسلمانان نداشتند. این حرفهایی که در اینجا آمده، من به خاطر مراعات کردن ادب با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض کردم که این استدلال‌های ناشیانه و جاهلانه از روات شیعه هست، راویان جاهل، راویان جاهل و حدیث سازی بودند که در واقع این روایات رو جعل کردند و به یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم و به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت دادند. در مورد اصول اعتقادی، ما مسلمانان آیات صریح و روایات صریح و صحیح رو داریم. نیازی به هیچ گونه تعبیری در این زمینه نیست. نه نیازی داریم که آیه‌ای رو تحریف بکنیم برای اینکه منظور خودمان رو اثبات بکنیم، نه نیازی داریم که روایتی رو جلب بکنیم تا اینکه حرف خودمان رو به کرسی برسونیم. هر چیزی رو که اهل سنت و الجماعت به عنوان اصول دین خودشون معتقد هستند، در آیات صریح قرآن کریم بدون هیچ گونه تعبیری در واقع وجود دارد. ما معتقد هستیم که ارکان اسلام، اصول اسلام و در واقع در بعد اسلام 5 مورد هستند که اولین شهادت هست به یگانگی الله متعال و رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و بعد از آن نماز هست، روزه هست، زکات هست و حج هست. این 5 مورد جز ارکان اسلام هستند. ارکان اسلام اولین رکن اصلی هست، یعنی شهادت رو اعتراف کردن و گفتن بر زبان. بعد از آن 4 رکن عبادی داریم، نماز و روزه و زکات و حج، که دلایلشون در قرآن صدها آیه در واقع در این زمینه وجود داره. در بعد اعتقادی و بعد باور قلبی که بحث ایمان هست، اون چیزی که در قلب هست، ما 6 تا رکن داریم. 6 تا رکن و 6 اصل و پایه هست که معروف هستند به ارکان ایمان. ارکان اسلام 5 مورد هستند و ارکان ایمان و ارکان در واقع باورهای قلبی و اصول و پایه هایی که در این زمینه وجود دارند 6 مورد هستند که صراحتا در قرآن کریم و در احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شده. ایمان به الله متعال و ایمان به روز قیامت، ایمان به پیامبران، ایمان به کتاب‌های آسمانی و همچنین ایمان به روز قیامت و ایمان به فرشتگان، و اضافه بر این ایمان به تقدیر که 6 مورد هستند. ایمان به الله و فرشتگان و روز قیامت و پیامبران و کتاب‌های آسمانی، و 6مین موردش ایمان به تقدیر هست که در آیات متعددی از قرآن کریم صراحتاً اومدند و در کنار آیات قرآن احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه وسلم مانند حدیث جبرئیل در واقع این ارکان رو برای ما کاملا بیان کردند. به طور مثال الله متعال در سوره بقره آیه 177 به صورت صراحت 5 مورد از این 6 مورد رو که عرض کردم به استثنای تقدیر رو در یک آیه ذکر کرده. ولکن البر من آمن بالله، بر و نیکوکاری، احسان این است که انسان ایمان بیاورد به الله، ایمان بیاورد به الله و الیوم الاخر و روز قیامت و الملائکه و الکتاب و النبیین. این 5 مورد را الله متعال در سوره بقره در آیه 177 ذکر کرده. و جالب اینجا است که در سوره نساء عین همین موارد را الله متعال ذکر کرده به تعبیر دیگری. در اینجا فرمودند که بر و نیکی این است که انسان مسلمان به این موارد ایمان داشته باشد. در اونجا به صورت نفی آورده، به صورت عکسش آورده، میفرماد و من یکفر بالله و من یکفر
یکفر بالله، هر کسی که به الله کفر بکند و ملائکته و فرشتگان الهی کفر بکند و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و به کتابهای آسمانی و همچنین پیامبران الهی و روز قیامت در واقع کفر بورزند، فقد ضل ضلالا بعیدا، گمراهی بسیار عمیق و دور و درازی رو در واقع در پیش گرفته. اینها اصول اعتقادی ما هست. حدیث جبرئیل علیه السلام واضح و آشکار است. اهل سنت و الجماعت برخلاف اهل بدعت و تفرقه اصول دینشون از آیات قرآن هست. ما سراغ نداریم که هیچ یکی از اهل سنت و الجماعت، هیچ یک از مذاهب اهل سنت و الجماعت برای اثبات یک اصل دینی خودشون دستبرد برده باشند به آیات قرآن کریم، آیات قرآن رو در واقع تحریف کرده باشند به خاطر اینکه یک اصلی از اصول دین خودشون رو ثابت بکنند، یا آیات قرآن رو تعویل باطنی کرده باشند، یک تفسیر باطنی کرده باشند، یا تعویلی کرده باشند که یکی از این اصول رو در واقع اثبات بکنند. اصول اهل سنت و الجماعت کاملا آشکار و واضح هست و هیچ گونه ابهامی در واقع نداره. اما شیعه در این زمینه اومدند اول یک سری مسائلی رو برای خودشون به عنوان اعتقاد قبول کردند، باور کردند، امامتی رو تراشیدند و برای ائمه خودشون مقامهایی رو تراشیدند. نمیدونم باید معصوم باشه، باید منسوس باشه، باید از اهل بیت باشه و بقیه شرایطی رو که برای امام در واقع در نظر گرفتن. وقتی که به قرآن و رسول برگشتن دیدن که هیچ گونه دلیلی در این زمینه وجود نداره، مجبور شدند که آیات قرآن را یا تحریف کردند یا استدلالهای ناشیانه و جاهلانه از آیات قرآن کردند. در همین یکی دو باب اول که هیچی، در دو باب دیگر یعنی باب 65 و که معرفت الامام و رد الیه و باب بعدی که فرض و طاعت الائمه هست، در اینها چندین موردی که از آیات قرآن که من نگاه کردم دیدم استدلالهای واقعا ناشیانه هست که به هیچ عنوان نمی شود اینها را به ائمه اهل بیت نسبت داد. شیعه دو تا اختیار و دو تا گزینه در اینجا بیشتر ندارند. اگر واقعا معتقد هستند که این استدلالهای ائمه بوده، این به معنی خط بطلان کشیدن بر امامت هست، زیرا که دلالت بر جهل گوینده می کند. درست. یا این که اینها رو ما بگیم روایات جعلی هست، دروغهایی هست، ساخته و پرداختن به نام ائمه هست که پس بنابراین در این صورت ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئول میمونند و هیچ گونه اشکال و ایرادی بر اونها نیست و اینها همه ساخته و پرداخته راویان شیعه هست که هیچ ارتباطی به اسلام و به قرآن و به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارند. یکی از این دوتا را قبول بکنند، یا این روایات اهل بیت هست که دال بر عدم امامتشون هست زیرا که خیلی جاهلانه هست، یا این که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم عالمتر از این بودن و این راویان شیعه هستند که این روایات رو جعل کردن. هر کدام از این دوتا گزینه که برایشون مناسب هست و فکر میکنند که به نفع مذهبشون هست، یکی از این دوتا گزینه رو باید انتخاب کنند وگرنه راه دیگری و چاره دیگری ندارند. جزاکم الله خیر. جناب حضرت مولانا، اگر که نمونه هایی از این استدلال های جاهلانه‌ای که شما فرمودید که در این باب معرفت الامام و رد الیه اومده تا بینندگان عزیز آگاه بشن از این استدلال جاهلانه، ما بارها دیدیم که یعنی وقتی که میان در مورد امامت ازشون روایت بخوای آیاتی را از قرآن میارن که اصلا امامت کجا و این آیات کجا، آیاتی که مثلا در مورد 12 ماه نازل شده اینا رو میارن در مورد 12 امام مثلا تفسیر میکنن. قبل از هر چیزی اظهار نظر آقای مجلسی فکر کنم جالب باشه برای بینندگان عزیز که همیشه عادت کردن که ما اظهار نظر آقای مجلسی رو خدمت بینندگان عزیز همیشه نمایش دادیم در مورد روایات این باب. همون گونه که عرض کردم جلد دوم کتاب مرآت العقول هست و صفحه 298 این کتاب. روایت باب 64 هست انه لو لم یبق فی الارض الا رجلان لکان احدهما الحجه، یکی حتما باید حجت باشه از این دو نفر. این باب هست و آقای مجلسی اظهار نظر کرده روایت اول که در اینجا آمده الحدیث الاول ضعیف، روایت اول ضعیف هست
و روایت دومش ضعیفون بسندیه، با هر دو سندی که آورده هر دوتاشون ضعیف هستند. روایت سومش مرسل هست، روایت چهارمش ضعیف هست، روایت پنجمش مجهول هست. وقتی که همه مجهولند و ضعیفند و مرسلند، پس بنابراین هیچ گونه عقیده ای را با روایات ضعیف و با روایات مرسل و مجهول هیچ انسانی در واقع قبول نمی کند. گرچه حتی شیعه معتقد هست که در باب عقاید روایات نه تنها اینکه صحیح باشد بلکه باید به صورت متواتر باشد. حتی خبر واحد رو در باب اعتقادات مرجع در واقع نمیدونند و قابل قبول نیست. باب بعدی که باب معرفت الامام و رد الیه هست، صفحه 300 این کتاب هست. روایت اولش میگه ضعیف علی المشهور، روایت اولش ضعیف علی المشهور، بنابر قول مشهور این روایت ضعیف هست. روایت دومش باز هم ضعیف علی المشهور، باز هم ضعیف هست. و روایت سومش رو گفته صحیح هست. روایت سوم این باب گفته صحیح است که اصل این روایت رو انشالله با هم دیگر خواهیم دید. روایت سومش صحیح و روایت چهارمش گفته مختلف فیه که مورد اختلاف هست در مورد صحتش یا عدم صحتش، و روایت پنجمش ضعیف هست و روایت ششمش باز هم ضعیف هست و روایت هفتمش مجهول هست در اینجا آورده صفحه 312 و روایت هشتمش صحیح هست. روایت هشتم صحیح، این دومین روایت صحیح است که در این باب وجود داره. این روایت هشتم و روایت نهمش ضعیف هست و روایت دهمش باز هم ضعیف هست و روایت 11مش گفته صحیح هست. پس بنابراین روایت سوم و روایت هشتم و روایت 11 صحیحند. روایت 12مش مجهول و روایت 13مش در واقع موثق هست و روایت 14مش ضعیف هست. از 14 تا روایتی که در اینجا آورده فقط 3 تا روایت که روایت سوم و هشتم و 11 بودن گفتند که این روایات در واقع صحیح هستند. روایت باب دیگر رو هم انشالله با هم دیگر دوباره بررسی و خواهیم کرد و نمایش خواهم داد که چه اندازه صحت داره این روایاتش. خب باب دومش که باب معرفت الامام و رد الیه هست، شناخت امام و این که ما باید مسائل رو ارجاع بدیم به امام که مرجع ما در احکام شرعی باید امام باشه. خب این رو در واقع وقتی که ما نگاه میکنیم خود این عنوان رو باید از قرآن کریم ثابت بشود که شناخت امام یکی از واجبات شرعی هست و ما به عنوان یک مسلمان یا حداقل شیعیان به عنوان شیعه اهل بیت باید مسائلشون را ارجاع بدهند به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این عنوان هست که در اینجا هست و غیر از این عنوانی که در اینجا هست روایتی که در باب بعدی هست، روایتی که در باب بعدی هست به طور مثال روایت هفتم، روایت هفتم باب بعدی، باب فرض و طاعت الائمه. در اینجا روایت از احمد ابن محمد هست، از علی ابن حکم روایتی رو در اینجا آورده که میگه ان طاعتهم مفترضه، که طاعت ائمه مفترض هست، یک فرض الهی هست. این سوال کردند که این گونه هست؟ امام فرمودند که نعم هم الذین قال الله تعالی، ائمه هستند اون کسانی که الله متعال در موردشون فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. منظور از این اولی الامر منکم یا از این آیه در واقع ائمه هستند، پس بنابراین اطاعتشون واجب هست. و هم الذین قال الله عز وجل انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. دو تا آیه رو در اینجا آورده و استدلال کرده. روایت هفتم هست و همچنین روایت 16 این باب در واقع همین مطلب رو آورده. از ابی عبدالله نقل کردن که میگوید که حسین ابن ابی العلا که اون فرد قبلی هست، از امام پرسیدم که آیا اوصیا طاعتشون فرض الهی هست، واجب هست؟ ایشون فرمودند که بله، هم الذین قال الله عز وجل، ائمه یا اوصیا همون کسانی هستند که الله متعال در مورد اونها فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و در ادامه همون آیه بعدی آیه 55 سوره مائده رو هم در واقع ذکر کرده. بس بنابراین از عنوان کلی باب اول، عنوان کلی باب اول در واقع معنی همین آیه هست. عنوان کلی باب در واقع همین آیه هست که اطاعت از الله و اطاعت از رسول و اولی الامر، یا آیه دیگه فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول.
وقتی که ما برمیگردیم در این زمینه نگاه میکنیم که ما باید احکام را، مسائل خودمان را بازگردانیم به طرف الله و رسول. الله متعال در این زمینه در سوره نساء آیه 59 این آیه را در واقع که عرض کردم که در این دو تا روایت اومده بود، الله متعال میفرماد که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که مؤمن هستید. این خطاب فقط برای مؤمنان هست، برای کافران نیست. ای کسانی که مؤمن هستید، اساسا شما اطاعت بکنید از الله. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله و از رسول اطاعت بکنید. و اولی الامر منکم، و از اولی الامرتان هم اطاعت بکنید. سه مورد هستند: اطاعت از الله، اطاعت از رسول الله و اطاعت از اولی الامر. فان تنازعتم فی شیء، اگر شما در یک موردی اختلاف کردید، فردوه الی الله و الرسول، باز بگردانید آن را به طرف الله و رسول. باز بگردانید آن را به طرف الله و به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. و رسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر شما واقعا به الله و روز آخرت ایمان دارید باید این کار را بکنید. یعنی در صورت تنازع در مرحله اول اطاعت بکنید، اطاعت از الله، اطاعت از رسول الله و از اولی الامر. اگر موردی شد که شما با هم دیگر تنازع کردید، اختلاف کردید و اختلاف نظر و دیدگاه داشتید، مرجع شما کی هست؟ فردوه الی الله و الرسول، آن را به الله و رسول بازگردانید. اگر واقعا شما مؤمن هستید، ایمان دارید به الله و روز قیامت، ذالک خیر و احسن تأویلا. الان در این زمینه ما میبینیم که در این آیه الله متعال به هیچ عنوان نگفته که به طرف ائمه رد بکنید. عنوان باب چی هست؟ معرفت الائمه، شناخت ائمه و رد الیهم، باز بگردانید مسائل را به ائمه. اما در آیه قرآن هیچ گونه چنین تعبیری نیست. در آیه قرآن صرفا این اندازه اومده که فان تنازعتم فی شیء، اگر در موردی اختلاف کردید فردوه، این را باز بگردانید. شما مرجع حل اختلاف و مرجع حل تنازع دارید. در موردی که شما با هم دیگر اختلاف کردید، مرجع شما و محل رد شما چه کسانی هستند؟ الی الله و الرسول، به طرف الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم شما باید باز بگردانید. پس بنابراین این عنوانی که در اینجا اومده و استدلال هایی که در روایت هفتم و روایت 16 باب بعد اومده هیچ گونه سنخیتی و همخوانی با آیه قرآن ندارند. آیه قرآن به هیچ عنوان نگفته که شما مرجعتون یا مرجع حل اختلافتون و تنازعتون ائمه هستند. ائمه نیستند، بلکه اساسا خود این اختلاف با ائمه هست. خود این اختلاف اساساً با ائمه هست. قبل از اینکه رو رد به الله و رسول و به ائمه بریم، می‌بینیم که علما یعنی ده ها کتاب، شاید صدها کتاب نوشتن در مورد بلاغت قرآن کریم. در اینجا الله سبحانه و تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، چرا نگفته و اطیعوا اولو الامر؟ ببینید اینجا الله متعال دو مرتبه اطیعوا رو تکرار کرده. تکرار در قرآن به معنی بیان اهمیت هست. به معنی بیان اهمیت هست. الله متعال در این آیه ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله را اطاعت کنید، رسول را اطاعت بکنید و اولی الامر را. یعنی دو مرتبه اطیعوا را آورده، فعل اطیعوا را تکرار کرده، صرفاً به خاطر این که جایگاه هر یکی رو جداگانه مشخص بکند. درست. یعنی این که اطاعت از الله و اطاعت از رسول در بالاترین درجه هست، بدون هیچ گونه قید و شرطی. انسان مسلمان در هر حالتی و در هر جایی باید مطیع الله باشد. اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقاً اطاعت الله متعال است. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. روایت زیادی هم در این زمینه داریم، در صحیح بخاری و بقیه کتاب آمده. هر کسی که از رسول اطاعت بکند به این معنی هست که مستقیما از الله متعال در واقع اطاعت کرده. پس بنابراین اطاعت از الله و اطاعت از رسول الله بدون قید و شرط هست و در یک حد هست. هر کسی که از رسول الله اطاعت بکند از الله متعال هم اطاعت کرده. این یک جنبه. جنبه دیگر به خاطر این هست که اطاعت الله و اطاعت رسول الله به هیچ عنوان قابل رد نیست. یعنی ما در مقابل امر الله و امر رسول الله صلی الله علیه و سلم اختیاری رو نداریم که قبول بکنیم یا رد بکنیم. رد کردن هر گونه امری از امرها و دستورات الهی کفره.
و همچنین دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم، امری که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای وجوب داده باشند، یک حکم شرعی رو که ایشون اثبات کرده باشند، ابلاغ کرده باشند از جانب الله به ما، اگر هر مسلمان اون رو رد بکند این در واقع کفر است. الله متعال در سوره احزاب در آیه 36 می‌فرماید که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، هیچ مرد مسلمان یا زن مسلمان این حق را ندارد که اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم، در مقابل دستور الله و در مقابل دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ مرد و زن مسلمانی هیچ گونه اختیاری را از جانب خودشون ندارند که قبول بکنند یا اینکه در واقع رد بکنند. و معصیت الله و معصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ضلالت است. هر کسی در هر موردی از الله و رسول معصیت بکند، نافرمانی بکند، و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، هر کسی که از الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع معصیتی رو انجام بده، مخالفت دستورشون رو انجام بدهد، این در واقع به معنی ضلال و یک ضلالت بسیار واضح و آشکاری هست. الله متعال در این آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول گفته، یعنی از الله اطاعت بکنید و از رسول الله اطاعت بکنید، زیرا که اطاعت این دو نفر و الله متعال و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالاترین درجه هست، بدون قید و شرط هست، اطاعتشون یک واجب شرعی هست و مخالفت با اونها کفر و ضلالت هست. در این هیچ گونه حرفی وجود نداره. بعد از این انسان مسلمان و موظف هست از اولی الامر چکار بکند؟ اطاعت بکند. اما الله متعال در اینجا فعل اولی الامر را، یعنی فعل اطیعوا را در اینجا تکرار نکرده، مگر الله متعال خسته شد 2 مرتبه تکرار کرد، مرتبه سوم دیگه علیاذ بالله خسته شد تکرارش نکرد، گفت واو عطفی را آورد که و اولی الامر منکم. این گونه نیست. اگر هدف یعنی پرهیز از تکرار بود، خب 2 مورد قبلی تکرارش نمیکرد، میگفت اطیعوا الله و الرسول و اولی الامر منکم، مشخص باشه. اما وقتی که 2 جای اولی تکرارش کرد برای بیان اهمیت هست، بدون قید و شرط باید اطاعت بکنیم. در مرحله سوم وقتی که الله متعال میفرماید و اولی الامر منکم با عطف، یعنی این که درجه پایینتری در واقع در اینجا هست. و هر صورتی که عطف باشه، یعنی خود این مراحل عطف به صورت کلی دلالت بر این تنزل در درجه هست. خب در اینجا الله متعال از اولی الامر رو گفته که اطاعت بکنید، اما به شرط این که اولی الامر از الله و رسول اطاعت بکنن. درست. به شرط این که اولی الامر از الله و رسول اطاعت بکنن. این حرف من نیست، حرف خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بقیه ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این یک مطلب دیگر این است که وقتی که الله متعال به ما دستور داده که از اولی الامر اطاعت بکنید، یک احتمال دیگری رو در اینجا هم برای ما در نظر گرفته. فإن تنازعتم، اگر شما با هم دیگر اختلاف کردید، الله متعال میفرماد که شما باید از اولی الامر خودتون اطاعت بکنید. الان بالفرض اومدیم شما با اولی الامر خودتون اختلاف کردید، تنازع کردید، الان خب کجا بریم برای حل؟ مرجع کی هست؟ الله و رسول هست. و رد الیه نیست، و رد به طرف الله هست، به طرف رسول الله هست، به طرف ائمه در واقع یا به طرف امام نیست. الله متعال صراحتا این را فرموده که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، نگفته فردوه الی الله و الرسول و الی اولی الامر منکم، یا فردوه الی الله و ردوه الی الرسول و ردوه الی اولی الامر منکم. اما شیعه عرض کردم برای این که جایگاه امامت را بیاورند و همتراز و هم سطح نبوت قرار بدن، این آیه را در واقع تحریف کردند. آیه را تحریف کردند صرفاً به خاطر این که مقامی برای ائمه بتراشند که در قرآن و حدیث نیومده. الان شیعه معتقد هست که اطاعت از الله و اطاعت از رسول الله و اطاعت از ائمه همه در یک حدی هست، همه در یک حد است. همون گونه که اطاعت از الله به صورت اصالتا واجب هست، اطاعت از رسول، اطاعت از نبی هم، اطاعت از ائمه در واقع واجب شرعی هست که خود این باب معرفت الامام و رد الیه، باب فرض اطاعت الائمه، دلالت بر این هست که ان شاء الله روایت رو خدمت بینندگان عزیز من ذکر خواهم کرد. به خاطر این که شیعه بیاین جایگاهی رو برای امام خودشون تعریف بکنند که در قرآن و حدیث در واقع نیومده و الله و رسول چون این جایگاهی رو به ائمه ندادن، اومدن آیه قرآن را تحریف کردن به خاطر اینکه امام را به یک جایگاه جعلی رو در واقع برای امام ثابت بکنن. این روایت در کتاب اصول کافی هست، جلد 1 صفحه 276.
جلد 1 صفحه 276 روایت اول هست. روایت اولی در اینجا هست که در اینجا میفرماید که ثم قال للناس، که روایت از امام ابو جعفر هست، سألت ابا جعفر، که ثم قال للناس یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. الله متعال به مردم چی فرموده که از اینا اطاعت بکنید؟ یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ایانا عنا خاصتا. الله متعال منظورش فقط و فقط مایم، یعنی اهل بیت هست. امر جمیع المؤمنین الی یوم القیامه بطاعتنا، تا روز قیامت دستور داده که همه باید از ما اطاعت بکنن. فان خفتم تنازعا فی امر فردوه الی الله و الی الرسول و الی اولی الامر منکم. اینو دیگه اضافه کردن. عرض کردم که شیعه چاری ندارد برای استدلال از قرآن، یا باید تحریف بکند یا باید تعویل بکند، وگرنه قرآن به مذاق شیعه در واقع جور در نمیاد. اینجا اومدند گزینه تحریف رو انتخاب کردن، به جای اینکه بیان واقعیت رو قبول بکنند اومدند اولی الامر رو در آیه قرآن اضافه کردند و الی الرسول و الی اولی الامر منکم رو اضافه کردند. صراحتا در ادامه روایت اومده کذا نزلت، کذا نزلت، این آیه این گونه نازل شده و در واقع این یک نوع تحریف صریح در قرآن هست. یک بار دیگه اگر عزیز لطف بکنید جناب استاد. اصول کافی کتاب الحجه جلد 1 صفحه 276 باب ان الامام علیه السلام یعرف الامام الذي يكون من بعده و ان قول الله تعالی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فیهم علیهم السلام نزلت، که این آیه در مورد خود ائمه نازل شده، کنم یک ادعای در واقع باطلی هست. پس بنابراین شیعه اومده به جای این که در واقع پیرو قرآن باشه، پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و این آیه رو قبول بکنند که اطاعت از الله غیر مشروطه، اطاعت از رسول الله غیر مشروطه، اما اطاعت از ائمه مشروط است، در درجه خیلی پایینتر است. در صورتی که ائمه از الله و رسول اطاعت بکنند ما موظف هستیم که از ائمه اطاعت بکنیم. لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. در جایی که امام معصیت بکند، یعنی دستور امام برخلاف دستور الله و رسول باشد، در اونجا دیگه ما نه تنها این که نمیتوانیم که اطاعت بکنیم، بلکه بر ما لازم هست که اطاعت هم نکنیم. اطاعت امام در این زمین لازم نیست. و حضرت علی رضی الله تعالی عنه این مورد را یعنی کاملا در کتاب نهج البلاغه و همچنین در کلام بقیه ائمه به صورت واضح و آشکار این در واقع وجود دارد که معیار اصلی الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، که ما فقط در موردی که با هم دیگر اختلاف کردیم باید مرجع اختلاف ما صرفا الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، یعنی کتاب و سنت. به طور مثال ایشون در کلام 123 در کلام و سخنانشون که شماره 125 هست در اینجا در کتاب نهج البلاغه، در اینجا در مورد تحکیم این رو میگن. در مورد تحکیم وقد قال الله سبحانه، الله متعال میفرماند فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. جالب این هست که حضرت علی رضی الله تعالی عنه این آیه را هم برخلاف اون چیزی که نازل شده میخونه. قبلا ادعا شده بود که امام ابو جعفر گفته بود که آیه اینجوری نازل نشده، اما در اینجا حضرت علی رضی الله تعالی عنه اون گونه که اهل سنت معتقد هستند، اون گونه که در کتاب مسلمانان قرآن مسلمانان وجود دارد، در اینجا اونو گفته فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. خب این الله و رسول کی هستند؟ ما چگونه میتوانیم که مسائل خودمان را ارجاع بدهیم به طرف الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میفرماد فرده الی الله ان نحکم بکتابه. رد به الله یعنی ارجاع دادن مسائل به الله این است که ما چیکار بکنیم؟ حکم بکنیم به کتابش، کتاب الله که قرآن هست. و رده الی الرسول ان نأخذ بسنته. و رد به طرف رسول، ارجاع دادن به رسول این است که ما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بگیریم. نمیگوید که به طرف ما. خب راحت بود میگفت که اون رو برگردانید، ارجاع بدید به الله. اگر الله در واقع قرآنش نتونستید، برای شما مرجع نبود، نمیتونستید، خب رسول الله بودن، برید مشتاق پیش رسول الله. رسول نبود بروید پیش امام. اما چون این چیزی رو نمیفرماد. رد الی الله و رسول فرمودند که رد و ارجاع دادن به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. همین مطلب را ایشون در یکی از نامه‌های خودشون که به یکی از اون والیان خودش اینو گفتن، این رو در واقع
ذکر کردن. این یکی از نامه های سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است که نامه 53 کتاب نهج البلاغه هست که اینو به مالک اشتر نوشته و در این دوستان نمایش بدند و من عهد له علیه السلام یه نامه‌ای هست که این رو نوشتن به طرف اشتر، مالک اشتری رو نوشته و شماره 53 هست. در این روایت هم این توصیه هایی رو میکنه به مالک اشتر و در ادامه میفرماید که وردد الی الله و رسوله ما یضلعک من الخطوب و یشتبه علیک من الامور. هرگاه که دچار مشکلی شدید این مشکل رو چگونه میخواهید رفعش بکنید؟ یک مسئله امر خیلی مهمی اومد که حکم الهی رو نمیدونستی، گیر کردی، چیکار بکنی؟ میگین بر بگردن به طرف الله و رسول الله. خب خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه وجود دارند، زنده هستند. باید میگفت که خب الان که رسول نیست اینو باز بگردن به طرف الله، یعنی به طرف قرآن و به طرف من. هر موردی گیر کردی به من نامه‌ای بنویس، خطابی بنویس برای من که من بگم که در واقع حکم شرعی در این مورد چی هست. اما خودشون میگن که امام قرآن ناطق است و قرآن ناطق هست و موجود هست، غایب نیست مثل امام زمان ما. خود سیدنا علی در واقع حضور داشتن و این فرد بیگانه نبوده، یکی از والیان حضرت علی رضی الله تعالی عنه بوده. این گفته که اینو رد بکن به الله و رسول. فقط قال الله تعالی، زیرا که الله متعال این را فرموده لقوم احب ارشادهم، به یک قومی و به یک گروهی که الله متعال میخواسته که اونها را راهنمایی بکنند. الله متعال این گونه فرموده که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت بکنید از الله، اطاعت بکنید از رسول الله و اولی الامرتان و اولی الامرتان. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اضافه بر این در اینجا هم نداره. فرد الی الله الاخذ بمحکم کتابه. ارجاع دادن به الله یعنی عمل کردن به محکمات قرآن کریم. هر جا که گیر کردید برگردی به قرآن. و رد الی الرسول الاخذ بسنته الجامعه غیر المفرقه. و اخذ سنت و ارجاع به رسول الله، گرفتن سنت رسول الله هست، اون سنتی که ثابت هست، اون سنتی که صریح و در واقع صحیح باشه، ما باید به اون در واقع باز بگردیم. این کلام سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در این مورد هست که واقعا واضح و آشکاره که مرجع اصلی در باب اختلاف و در باب حل تنازع و اختلافات فقط قرآن هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی قرآن و سنت. بعد از آن کسی این جایگاه را ندارد. الان ما اختلاف کردیم، الان شیعه و سنی اختلاف دارند، شیعه و سنی با هم دیگر اختلاف دارند. یه سواد اعظم 1 میلیارد و اندی مسلمان با 100-200 نفر شیعه، میلیون نفر شیعه مثلا اختلاف دیدگاه دارند در مورد امامت. الان ما میخوایم اینو بر بگردیم، ارجاعش بدیم به طرف الله و رسول و اولی الامر. من اولی الامر اضافه میکنم. ما میخوایم برش بگردانیم به الله و رسول الله و اولی الامر. در قرآن کریم هیچ گونه بحثی از امامت وجود نداره الا دلایل لایت چسبکی که خودشون. نه، بحث امامت که باشه، بحث امامت باشه، نام ائمه باشه، صفات ائمه باشه، تاریخ تولد و تاریخ امامت ائمه باشه و فرض طاعتشون باشه، هیچ گونه دلیلی ما نداریم. پس بنابراین نمیتونیم ارجاع بدیم به قرآن، زیرا که این یک چیز جعلی هست. گرچه برای ردش روایت یعنی زیاده. دلیل خیلی واضح و آشکار دارن، میگن مرج البحرین یلتقیان، علی و فاطمه با هم ازدواج کرد، یخرج منهم اللؤلؤ و المرجان. بله. حسن و حسین هم از ایشون به دنیا آمدن، این مگه این دلیل نمیشه؟ باید اون در اون صورت انسان باید از اصل و نسبش صرف نظر بکنه، مثل همون داستانی که عرض کردم، تا اینکه این ببینه این تفسیر قرآن رو. این برای انسان عادی نیست. به هر صورت از شوخی که بگذاریم در قرآن چنین چیزی وجود نداره. فقط به زور تعویل و روایات در واقع به قول آیت الله برقی لایت چسبک اینو باید به قرآن بچسبونیم، وگرنه قرآن در این زمینه حرفی نزده. یا اعتقاد به تحریف داشته باشه، یا اعتقاد به تحریف داشته باشه، یا اینکه تعویل باطنی و تفسیر باطنی بکنه. برمیگردیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم. هیچ گونه حدیث صحیح و صریحی در این زمینه که امامت ائمه اثنا عشر را ثابت بکنه وجود نداره. ما از ابتدای این آغاز این برنامه ها تا الان تمامی روایات رو بررسی کردیم، وجود نداره چنین چیزی. درست. امروز خب برمیگردیم به اولی الامر ما. اولی الامر ما بیچاره از درس ما هم فرار کرده و رفته بیچاره. خب تقصیر من مسلمانی که 1200-300 سال از بلا تکلیف موندم این قضیه حل نشده، اینو باید که حل بکنه.
امام زمان که ما وجود نداره. نایب برعکشون است. قرآن به ما گفته بنابر این روایت تحریف شده ای که در اینجا هست، قرآن به ما گفته اگر در یک موردی دچار تنازع و اختلاف شدید، این بر بگردانید به الله و رسول الله و اولی الامر. در قرآن الله حرفی نزده، رسول الله در این زمین اظهار نظر نکرده، اولی الامر هم غایب هست. ما الان چیکار بکنیم؟ بریم سراغ نوابشون. خب این نواب رو هم باید قرآن تعیین میکرد. درست. اگر واقعا نواب امام زمان مانند خود امام زمان و خود ائمه قبلی واجب الاطاعت بودند، نباید این وجوب شرعی رو قرآن و حدیث برای ما بیان میکرد. این هم بیان نکرده برای ما. نه قرآن بیان کرده نواب ائمه را یا اون نواب امام زمان را، نه حدیث رسول الله بیان کرده و حتی خود ائمه هم بیان نکردند. این گونه هست که در واقع انسان دچار هرج و مرج می شود و دین شیعه عرض کردم که یک دینی هست که به هیچ عنوان نه با عقل سازگاری دارد، نه با قرآن و نه با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. عرض کردم که خود این عنوان باب معرفت الامام و رد الیه مخالف با قرآن هست. به هیچ عنوان قرآن به ما نگفته که مسائلتان را به اولی الامر ارجاع بدید. گفته اگر مورد اختلافی قرار گرفت، یک مسئله با هم دیگر تنازع کردید، اختلاف کردید، بازش بگردانید به طرف الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، صراحتا من از اقوال سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را خطبه 125 نهج البلاغه و نامه 53 نهج البلاغه که صراحتا فرموده بودند که ارجاع به الله یعنی بازگشت به قرآن، ارجاع به رسول الله یعنی بازگشت به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. غیر از این وقتی که ما حتی به روایات شیعه نگاه میکنیم، در کتاب اصول کافی یک بابی هست، دوستان اینو نمایش بدن، باب الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب. باب الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب، همین کتاب اصول کافی هست، جلد یکم صفحه 69، کتاب فضل العلم. باب الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب، عمل کردن اخذ سنت رسول الله و شواهد کتاب. روایت دوم را محمد ابن یحیی با سندی که داره اینو روایت کرده از ابو عبدالله، اینو میگه سألت ابا عبدالله، از ابو عبدالله من سوال کردم، ان اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به. به این روایاتی که در واقع نقل میشه، بعضی مورد ثقه هستند، کسان ثقه نقل کردن، بعضی هم که ثقه نیستند، ما چه کار بکنیم؟ قال اذا ورد علیکم حدیث، اگر نزد شما حدیثی اومد، فوجدتم له شاهدا من کتاب، اگر حدیث ما شاهدی از قرآن داشت یا از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، و الا فالذی جاءکم به اولا، اگر حدیث ما اون چیزی که از طرف ما نقل شده شاهد قرآنی نداشت و شاهدی از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشت، اون رو در واقع برگردانید به همون کسی که به شما گفته. و این روایاتی که در باب امامت هست، این تمام روایاتی که در باب و در کتاب الحجه اصول کافی هست، روایاتی هست که نه شواهد قرآنی دارند و نه شواهدی از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه شواهد قرآنی دارند مگر اینکه معتقد به تحریف قرآن باشیم، و نه شواهدی از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایاتی که صحیح و صریح باشه همچنین شواهدی وجود نداره. پس بنابر قول امام ابو عبدالله جعفر صادق این روایات رو ما باید به دیوار بزنیم. این روایات شایسته خود زراره و نمیدونم محمد ابن مسلم و ابو بصیر و امثالو هستن. روایت بعدی هم این مطلب را تاکید میکنه. عدت من اصحابنا با این روایتش، بازم از امام ابو عبدالله، از ایوب ابن حر قال سمعت ابا عبدالله، من از امام ابو عبدالله شنیدم، یقول کل شیء مردود الی الکتاب و السنه، هر چیزی رو ما باید باز بگردانیم به طرف کتاب و سنت. و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی که همسوی با قرآن نیست اون در واقع ساخته و پرداخته هست، دروغی هست، مزخرف هست. این قول خود امام ابو عبدالله هست. روایت دیگری در این باب، در روایت ششم و به هذا الاسناد از ابن ابی عمر، از باسم از ابو عبدالله یقول من خالف کتاب الله و سنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقد کفر، هر کسی که مخالفت بکند با کتاب و سنت اون در واقع کافر شده. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و بقیه ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم این مطلب را صراحتا به ما گفتند که مرجع حل اختلاف و تنازع ما قرآن هست و احادیث رسول الله.
امام ابو عبدالله فرموده که هر روایتی که همسوی با قرآن نیست و شواهد قرآنی ندارد اون رو به دیوار بزنید، برگردانید به صاحب خودش، قبولش نکنید اون حرف رو. اهل سنت و الجماعت در این زمینه معیارشون همین هست. هر موردی رو، از چه در باب عقاید باشه، چه در باب احکام باشه، حتی در معاملات و اخلاقیات و مسائل دیگر باشند، موردی که مطابق با قرآن باشد و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، روایاتی که در این زمینه اومده برای ما قابل قبول است. هر حدیثی و روایتی که مخالف با قرآن باشه و هر حکمی و هر عادت و رسمی که مخالف با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، در واقع ما چنین روایتی رو به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست. و از این هم گذشته در این آیه همون گونه که اشاره کردم، الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و اولی الامر منکم، شما از اولی الامر خودتون اطاعت بکنید، از اولی الامر خودتون اطاعت بکنید. اولی الامر یعنی چی؟ اولی الامر یعنی صاحب امر. صاحب امر کس؟ من صاحب این خودکارم، یعنی این خودکار دست منه، در اختیار من هست، هر گونه که بخوام تصرف میکنم. میخوام که میتونم به کسی هدیه بدم، میدونم برای خودم نگه دارم، من صاحبش هستم. صاحب الامر یعنی اون کسی که یک مسئله در اختیار اون هست، به اون رسیده. وقتی که یک پادشاهی به پادشاهی رسید، ما میگیم پادشاه هست. قبل از این که به پادشاهی برسد یا اصلا در طول زندگی به پادشاهی نرسیده باشد، بهش نمیگند که پادشاه، یک انسان عادی است. یک انسان عادی هست. آمنا و سلمنا، قرآن به ما دستور داده که از قرآن اطاعت بکنید، از الله اطاعت بکنید، از رسول الله اطاعت بکنید و از اولی الامر اطاعت بکنید. خب این اولی الامر رو برای ما تعریف بکنید. اولی الامر در زبان عربی و هر عاقلی رو که شما سوال بکنید، یعنی اون کسی که مالک امر، صاحب امر، اختیار داره به این مقام و این جایگاه رسیده باشند. ائمه شیعه هیچ کدامشون به این جایگاه و مقام نرسیدن، به استثناء سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه که حتی از دیدگاه شیعه اونها از نظر ظاهری به این مقام رسیدن و هیچ گونه اختیاری رو نداشتن. پس بنابراین اول شما اولی الامری رو برای ما ثابت بکنید که امامان شما به ولایت امر رسیدند، انتخاب شدند، این زمام حکم رو در اختیار گرفتند. بعد از اون به ما دستور بدید که باید از اینا اطاعت بکنید. اما واقعیت این است که نه چنین امامتی رو از جانب الله به اونها رسیده، نه از جانب رسول الله به اونها رسیده و نه از جانب امت اسلامی هم به اونها نرسیده، به استثناء 2 نفری که عرض کردم. هیچ کدام از ائمه دیگر شیعه، یعنی 10 امام دیگر شیعه، به هیچ عنوان به مقام اولوالامری که صاحب امر و نهی باشند به هیچ عنوان به این زمینه نرسیدن. بلکه گذشته از این، جالب این است که روایات زیادی رو قبلا من اینو بارها نمایش دادم، امام باقر رو مردم اختلاف کردن، اومدن نزد امام باقر. یک مسئله روایت زراره هست که یک سائلی اومد یک سوالی رو کرد، امام یک جوابی داد. سوال دوم اومد همین سوال رو کرد، امام یک جواب دیگه داد. من قبل از این سوال کرده بودم، به من یک جواب دیگری داد. امام خودش منبع در واقع ایجاد اختلاف شده. اون گونه که روایت شما میگن که به هیچ عنوان ما معتقد نیستیم که ائمه اهل بیت علیهم السلام و رضی الله تعالی عنهم به هیچ عنوان در واقع چنین جایگاهی رو نداشتند که اختلاف افکنی بکنند، بلکه بر عقیده قرآن بودند، بر سنت بودند و پیروان واقعی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. و این روایاتی که در این کتاب اصول کافی و روایات دیگر هست، اینها در واقع یک روایات جعلی هست. به هیچ عنوان نمیتوانیم که این روایات را به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت بدیم. اگر ایرادی دارند این روایات و این استدلال ها، این ایراد برمیگرده به جاهلان شیعه، به حدیث پردازان شیعه، به راویان شیعه و هیچ ارتباطی به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره. جزاکم الله خیر. من وقتی که جناب استاد داشتن در مورد این استدلال های جاهلانه ای که وجود داره در روایت های اینا صحبت می کردم، یاد اون قول زیبای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله افتادم که میفرمایند که الرافضه امه مخذوله لیس لهم عقل ولا نقل ولا دین صحیح ولا دنیا منصوره. نه یک امتی هستن که نه عقل دارن، نه نقل دارن، نه دین صحیح دارن و نه در دنیا پیروزمندن. همیشه ببینید مانند یهود در بدبختی و در فلاکت و در ذلت و
خاری زندگی کردند و همیشه برای اینکه چند روزی به حکومت برسن یا به عزتی در دنیا برسن در کنار کفار، در کنار یهود و در کنار نصارا قرار گرفتن. جناب استاد اگر اجازه بدید میان برنامه بگیریم و بعد از اون دوباره در خدمت شما باشیم. میان برنامه میگیریم و دوباره با شما عزیزان خواهیم بود با برنامه حجت بی حجت و راویان شیعه و استدلال های جاهلانه به قرآن کریم. با ما همراه باشید. آخوند بیژن جارچی برای اثبات شرک خود قرآن را تحریف می کند. بعد از اینکه آخوندهای رافضی از اثبات جواز شرک در دعا و حاجت خواهی از مردگان و قبرها و گنبد و بارگاهها بر مبنای آیه صریح قرآنی عاجز ماندند، چنانچه توجیه خمینی و دیگر بزرگانشان است، دست به تحریف‌های لفظی و معنوی قرآن کریم زدند تا بتوانند با این عمل کفری خرافه و شرکیات خود را به اثبات برسانند. به کلیپ آخوند بیژن جارچی توجه نمایید که صراحتاً در لفظ قرآن کریم مرتکب تحریف می گردد، غافل از این که شنوندگانش همه مانند خودش دور از قرآن نیستند. تو قرآن دو تا ادعو داریم، یه ادعو الی ربک داریم، یه ادعو الی سبیل ربک داریم. هر جا ادعو الی ربک مربوط فقط به انبیاس و ائمه، اونا بدون واسطه باید با خدا حرف بزنن. اما هر جا میگه ادعو الی سبیل ربک مال ما هست، یعنی ما اگه خواستیم با خدا حرف بزنیم باید در خانه انبیا و اهل بیت بریم. یعنی ما اگه خواستیم با خدا حرف بزنیم باید در خانه انبیا و اهل بیت بریم. تو دانوده میگیم عین السبب المتصل بین الارض و السما. ما نمیتونیم بدون اهل بیت به خدا برسیم. ما نمیتونیم بدون اهل بیت به خدا برسیم. قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک، یعنی تو نگی یا زهرا و مستقیم در خون خدا بری جواب نمیگیری. یعنی تو نگی یا زهرا و مستقیم در خون خدا بری جواب نمیگیری، چون خودش گفته و اعتصموا بحبل الله. ریسمان الهی محمد و آل محمدن، باید در خون اینا بیای. بینندگان محترم، این آخوند برای توجیه توسل به مردگان به دو آیه اشاره می کند که در آن سخن از دعوت است و نه دعا، چرا که در زبان عربی ادعو وقتی پس از آن الی ذکر شود مراد از آن دعوت است و نه دعا. وادعو الی ربک انک لعلی هدی مستقیم. و به سوی پروردگارت فراخوان، بیگمان تو بر راهی راست قرار داری. و آیه دیگر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. مردم را با حکمت و اندرز نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان و با ایشان به شیوه نیکوتر و بهتر گفتگو کن. بیگمان پروردگارت به حال کسی که از راه او گمراه و منحرف می شود آگاه تر و او به راه یافتگان داناتر است. در هر دو آیه مذکور خطاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، نه این تقسیمات پوچی که
این مداح نادان ذکر می کند. پس آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به زهرا رضی الله عنها توسل می جستند؟ در این آیه دوم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر شده است که مردم را با اسلوب حکیمانه و موعظه حسنه و جدال به احسن به سوی دین اسلام دعوت نماید، نه به دعا. و اگر به گفته شما مراد دعا و حاجت خواهی از انبیا و اهل بیت باشد، پس حکمت و موعظه حسنه و جدال به احسن را در ادامه آیه چه تعبیر می کنید؟ آیا باید هنگام دعا حکمت و موعظه حسنه و جدال به احسن را رعایت کرد؟ اکنون بیایید فرق بین پیام الهی و مزخرفات آخوند رافضی را با هم ببینیم. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. و کسانی را که جز او می‌خوانید و می‌پرستید حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند. اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی‌شنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی‌گویند و روز قیامت شرک و پرستش شما را منکر می‌شوند و هیچ کس مانند الله آگاه و خبیر تو را از حقایق با خبر نمی‌سازد. اما آخوند می‌گوید یعنی تو نگی یا زهرا و مستقیم در خون خدا بری جواب نمیگیری. یعنی تو نگی یا زهرا و مستقیم در خون خدا بری جواب نمیگیری. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. و بر دلهایشان پوشش‌هایی قرار می‌دهیم تا آن قرآن را نفهمند و در گوش‌های آنان سنگینی ایجاد می‌کنیم و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می‌کنی با نفرت پشت کرده و بر می‌گردند. بارالها به این آخوندها عقل عنایت کن. وصال حق گامی در راستای بیداری. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان می‌گذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. یکی از شباهت هایی رو که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد روافض و شباهت اونها با یهود بیان میکنه در کتاب خودش، در کتاب منهاج السنه، این است که میگه در پیروی از هوا و هوس و دروغ گفتن و تحریف کتاب های آسمانی شباهت دارن با یهود. همین عادتی که یهودیان داشتند و دروغ می‌بستند به پیامبران و کتاب تورات رو تحریف کردن و پیروی کردن از هوا و هوسشون، دقیقاً همین موارد در مورد شیعیان رافضی هم صدق میکنه. با قسمت دوم برنامه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم و جناب استاد استدلال‌های جاهلانه راویان شیعه. قبل از این که من به بقیه استدلال‌هاشون از آیات قرآن در مورد به قول عربی و ترجمه الباب یا عنوان باب بپردازم، روایات صحیحی رو که در این باب بود خدمت بینندگان عزیز من یک مروری میکنم. عرض کردم که در این باب روایت سوم و روایت هشتم و روایت 11 صحیح بودن. 3 تا روایت از مجموع 14 روایت صحیح بودن. الان ببینیم که این روایات صحیحشون از چه کسانی نقل شده و چی میگویند این روایت ها. روایت دوستان نمایش بدن این صفحه رو. این باب دوم هست. باب اولی که هیچ روایت صحیحی رو نداشت. در این روایاتی که در این باب اومده در واقع نوع روایات تکفیری هستند که غیر شیعیان اثناعشری رو در واقع کافر میدونن و عباداتشون رو باطل میدونن. مانند روایت دوم که در اینجا اومده که لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه كلهم. انسان مسلمان نمیشه یا مؤمن نمیشه به تعبیر دقیق تر تا زمانی که الله و رسول و ائمه رو همه‌شون و امام زمان خودش را نشناسد. اونهایی که نمیشناسند یعنی مؤمن نیستن، که این جز روایت صحیح نبود. روایت سومی که روایت صحیح بود، آقای مجلسی منو به عنوان روایت صحیح گفته بود، تعجبی نداره. وقتی که هشام ابن سالم روایت 17000 آیه قرآن رو نقل کرده بود، آقای مجلسی گفته بود که این روایت صحیحه. این روایت از همون هشامه. روایت سوم از هشام ابن سالم هست و اونم از زراره نقل کرده. زراره ای که خودش بعد از وفات امام در واقع چی بود؟
حیران مونده بود. یعنی سگ زرد برادر شغاله. بله الان بگید همین، فقط همین که هشام ابن سالم کسی که کافر به قرآن بوده، معتقد به قرآن 17,000 آیه بوده، برای ما کفایت میکنه. و روایتی که در این باب اومده و تمام بابهای کتاب اصول کافی که یعنی عرض کردم، خصوصا کتاب حجج، اینها در واقع مخالف با قرآن است، شاهدی از قرآن و شاهدی از سنت ندارند. بنابر قول امام ابو عبدالله ما باید اینها رو به دیوار بزنیم. این روایت از هشام ابن سالم هست در واقع و در این ادعا کرده فإن معرفت الامام منا واجبة علیه، که معرفت امامی که از ما هست، این از اهل بیت هست، واجب هست بر هر مسلمان. که عرض کردم این روایت چون که روایت هشام ابن سالم هست، از نظر ما به هیچ گونه اعتباری رو در واقع نداره. این روایت سوم هست و روایت هشتمی که در اینجا اومده از محمد ابن یحیی هست که نقلش کرده از امام ابو جعفر. این هم یک روایت تکفیری هست. این دقیقا مثل همون هست. کل من دان الله عز وجل بعبادة یجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غیر مقبول. هر کسی که امامی نداره، هر چند عبادت بکنه، اطاعت بکنه، عبادتش قابل قبول نیست و هو ضال متحیر، اون در واقع گمراه هست و الی آخر. و این روایت هشتم هست و جالب است که این روایت صحیحی که در اینجا اومده این برخلاف مذهب شیعه هست. این مذهب شیعه رو کاملا زده نابود کرده، زیرا که در ادامه همین آیه میگه که كذلك والله یا محمد من اصبح من هذه الامه، هر کسی از این امت باشه، هر کسی از این امت باشد که لا امام له من الله عز وجل، که اون امامی از جانب الله نداشته باشد. امامی از جانب الله یعنی تعیین شده از جانب الله نداشته باشد. این امام چه ویژگی رو داشته باشه؟ امام ظاهری باشد و عادلی. ظاهر یعنی آشکار باشه، مخفی نباشه، غیب نکرده باشه، غیبت نرفته باشه. خود همین روایت صحیح این باب دلیل بر بطلان مذهب شیعه هست. اگر قبول دارند، خب روایت اینو میگه هر کسی که یک امام ظاهر و مشاهد قابل رؤیتی رو نداشته باشه، ظاهر نباشه و عادل نباشه، اصبح ضالا طائحا، چون این انسانی در واقع گمراه هست و سرگشته هست. و این مات علی هذه الحاله، اگر در چنین حالتی بمیرد، مات میتت کفر و نفاق، اون در واقع کافر و منافق از دنیا رفته. الان سوال بنده از شیعیانی که امروزه هستند، از 1200 سال قبل، 1200 خورده سال تا به امروز، آیا امام شما امام ظاهری بوده یا امام مخفی بوده؟ تا حالا ما امام ظاهری رو در واقع ندیدیم. حتی در یک شبکه تلویزیونی حتی در ولایت گفتند که دیدیم که ازدواج کرده، اما خودشون متاسفانه تا حالا نیومدند که ظهور بکنن، ظاهر باشه که مردم اون را ببینند. پس بنابر این روایت خود مذهب شیعه در واقع تمام شیعیان در مرگ کفر و نفاق، در واقع تمام کسانی که تا حالا از دنیا رفتن، بنابر این روایت که امام ظاهری نداشته باشند و عادلی نداشته باشند که دادگر باشه، که امام هیچ گونه حکمی رو صادر نکرده که ما بفهمیم که ایشون ظالم هست یا اینکه دادگر هست. این روایت میگوید که هر کسی در چنین حالتی و در چنین زمانی بمیرد، این مرگ جاهلی هست، مرگ کفر و نفاق هست. این روایت دوم بود که روایت صحیح آقای مجلسی گفته بود. روایت سوم روایت 11 هست، اونم از علی ابن ابراهیم است، گرچه اصل روایتش هم ارزشی رو نداره، منتها از روایت علی ابن ابراهیم است. علما و مراجع شیعه اولا بیان برای ما ثابت بکنند که علی ابن ابراهیم و پدرش مسلمان بودند و معتقد به قرآن بودند، اون وقت اونو روایتشو به رخ ما بکشند و نقل بکنند برای استدلال. تا زمانی که ثابت نشه که علی ابن ابراهیم قمی و پدرش به قرآن ایمان داشتن، حرفشون برای ما و برای هیچ چیزی در واقع معتبر نیست. این سه روایتی بودن که در واقع روایت صحیح، بهترین روایت این باب بودن. اما برمیگردیم به موضوع برنامه‌مون که استدلال های ناشیانه. روایت نهم که در اینجا هست، روایت نهم همین باب، در اینجا حسین ابن محمد این رو روایت کرده و نهایتا این سند میرسد به امام ابو عبدالله. یقول جاء ابن الکوا الى امیر المؤمنین، این شخص اومد نزد امیر المؤمنین فقال یا امیر المؤمنین. این آیه رو در مورد این آیه سوال کرد، و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، این آیه هست. فقال نحن علی الاعراف، این حرف رو از زبان علی رضی الله تعالی عنه کشیدند. حاشا و کلا که علی چنین حرفی رو زده باشه، و اگر چنین حرفی رو هم زده باشه، همون گونه که عرض کردن دلیل بر عدم آشنایی با قرآن هست. فرمودند که نحن علی الاعراف، ما بر اعراف هستیم، نعرف انصارنا بسیماهم،
انصار خودمان را با در واقع چهرهشون میشناسیم. و نحن الاعراف و ما اعراف هستیم. الذي لا يعرف الله عز وجل الا بسبیل معرفتنا. الله قابل شناخت نیست مگر توسط شناخت ما، یعنی مگر از طریق شناخت ما باید الله رو بشناسید، در غیر این صورت الله قابل شناختن در واقع نیست. و نحن الاعراف و ما اعراف هستیم. در این روایت در چندین جا سیدنا علی رضی الله تعالی اون گونه که ادعا میکنن فرموده که نحن الاعراف و نحن علی الاعراف. دو ادعا رو در اینجا کرده، یکی این که نحن علی الاعراف، خب این یک ادعا هست، آیا واقعا ائمه در اعراف هستند یا نیستند؟ این یک مطلب دوم، آیا خود ائمه اعراف هستند یا اعراف نیستند؟ برگردیم به قرآن کریم در سوره اعراف ببینیم که این آیات چی میگوید. اساسا این آیات در واقع حرفشون چی هست و چه مطلبی رو در اینجا بیان کرده. این آیات در سوره اعراف آیه 46 به بعد هست یا قبل از اون هم در آیه 46 هست. اگر نمایش بدن این رو در اینجا در آیه 46 الله متعال میفرماید که قبل از اون بحث بهشت و جهنم هست، بحث بهشتیان و جهنمیان هست که الله متعال از صفحه قبلش در واقع اینا رو مشخص کرده. مثلا در آیه 42 والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنه، اصحاب جنت رو و اصحاب جهنم رو کاملا جدا کرده. و نادى اصحاب الجنه اصحاب النار در آیه 46 میرسیم، در آیه 44 هست و در آیه 46 میرسیم به این که الله متعال میفرماید و بینهما حجاب، و در میان این دوتا یعنی بهشت و جهنم حجابی هست، پرده‌ای هست. و علی الاعراف رجال. این ترجمه که نشان دادید نمیدونم چه ترجمه کردن این رو. نوشته و بر اعراف یعنی بلندی های آن مردانی هستند. بر اعراف مردانی هستند، یعنی مردانی بر اعراف قبول دارند. الان در این روایت حضرت علی رضی الله تعالی در چند مورد نحن الاعراف، ما اعرافیم. اعراف میگوید ماییم. این معنیش چی میشود؟ یعنی بلندی هایی هست به نام علی و حسن و حسین، مردانی بر روی نه هست. علی که علیه، علی بلندی نیست، علی خودش انسانه، امام اول هست، یک انسانی هست، یک مردی هست. در قرآن اومده و علی الاعراف رجال، ترجمه آقایون هم این بوده که بر روی اعراف یعنی تپه ها چی هستند؟ رجالی هستند. الان اگر قبول بکنیم که این اعراف علی هست، یعنی این که مردانی بر پشت علی سوارند. الله نستعان. غیر از این میشه معنیش؟ قرآن میگه و علی الاعراف رجال، بر روی اعراف مردانی وجود دارند، یعنی این که بر روی پشت و کمر حضرت علی رضی الله تعالی علیه بالله که چون این تعبیری رو ما به هیچ عنوان قائل نیستیم، اما این روایات جاهلین حدیث هست که در واقع این حرف رو زدند که و علی الاعراف رجال. خب این یک گزینه هست. عرض کردم که دو مطلب رو در اینجا آورده بودند. یکی از این روایاتی در اینجا گفته بود، دوستان دوباره نمایش بدن. در اینجا میگوید که و نحن الاعراف، ما اعراف هستیم، این مطلب رو و نحن الاعراف، ما اعراف هستیم. و در اینجا میفرماید نحن علی الاعراف. باز هم اگر منظور این باشد که علی رضی الله تعالی عنه بر اعراف هستند، در اون بر روی تپه هستند، باز هم در واقع این کسر شأن حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست. حتی این مکارم شیرازی هم در این تفسیر خودش، در تفسیر نمونه دوستان اگر نشون بدن، میگه که و میان آن دو بهشتیان و دوزخیان حجابی قرار دارد و بر اعراف مردانی هستند که هر یک آن دو را از سیمایشان میشناسند. خب بر اعراف مردانی هستند. و همچنین آقای فولادوند هم همین ترجمه میان آن دو گروه حائلی است و بر اعراف مردانی هستند. خرمشاهی هم گفته که و بین آنها حائلی است و بر روی اعراف یعنی بر روی بلندی ها مردانی هستند. عرف به معنی عرف و دیک وقتی که میگن یعنی تاج خروس، به خاطر اینکه در بالا قرار داره. عرف یا اعراف که جمعش هست به معنی بلندی ها هست. خب در میان بهشت و جهنم بلندی وجود داره، بر روی این بلندی مردانی وجود دارند. الان این مردان کی هستند؟ در این روایت گفته بود که ما اعراف هستیم، یعنی این رجال بر روی پشت ائمه سوارند. این معنی اولیش میشود که در صورتی که اعراف مراد از اعراف کی باشند؟ ائمه باشند. خب در صورتی گزینه‌ای که قبل از این بیان کرده بود که نحن علی الاعراف، تعبیرش همین بود که نحن علی الاعراف، ما بر روی اعراف هستیم. الان کسانی که بر روی اعراف هستند
چه کسانی هستند؟ آیا این مقام اعراف، این جایگاه که بین بهشت و جهنم هست، این شایسته ائمه هست یا نیست؟ آیات قرآن رو با هم دیگر بخونیم. اگر شیعه این رو قبول دارن باز ما حرفی رو نداریم. اما ما معتقدیم که این روایت جعلی هست. هیچ عنوان ائمه شیعه، اگر اون کسانی هستند که ما اونها رو میشناسیم که جز ائمه اهل سنت بودند، اعتقاد اهل سنت و الجماعت رو داشتن، نه چنین حرفهایی رو زدن و نه چنین اعتقادی رو داشتن. این فقط راویان شیعه هستند، اونها بدونن با مراجعشون، ما کاری به اونها نداریم. اما اگر قبول بکنن این رو، باز ما حرفی رو نداریم. الله متعال میفرماید که و بینهم حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون. این مردانی که بر اعراف هستند، اینها همه رو میشناسند، یعنی با سیمایشون، با چهرهشون میشناسند این بهشتی، این جهنمی هست. در وقتی که هم در ناز و نعمتشون، هم سیمایشون، اونایی که چهرهشون روشنه خب بهشتی هستند، داخل بهشت هستند. اونایی که چهرهشون سوخته و تو جهنم هستند، اهل جهنم هستند. این رو میفرماد الله متعال که یعرفون کلا بسیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم، به سلام میدن به بهشتی‌ها که سلام بر شما. لم يدخلوها و هم یطمعون، اینها هنوز وارد بهشت نشدن اما امیدوارند که بهشتی باشند. یعنی مردم سلام میدن به اصحاب بهشت، به بهشتیان سلام میدن، بهشتیان داخل بهشت رفتن، ائمه هنوز بیرون منتظرن. شیعه چنین اعتقادی رو داره که نداره. ادامهش چی میگوید؟ و هم یطمعون و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، وقتی چهره کی رو، این مردان رو بر روی اعراف هستند، اینها رو برمیگردانند به طرف اصحاب جهنم، به جهنمیان، به سوی جهنمیان. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، پروردگار ما رو جز اینها قرار نده. آیا در اون روز بعد از این که مردم رفتن به بهشت و جهنم، بازم ائمه شیعه میترسند که مبادا به جهنم برند؟ شیعه که معتقد است اینا روی اعراف نشستند و مردم را نجات میدن، شیعیان رو میندازند و میبرند به بهشت و غیر شیعه رو میاندازند در آتش جهنم. خود اینها که بر اعراف هستند وقتی که نگاه میکنند جهنم را، میترسند که میگه خدا ما رو جز این گروه قرار نده. و نادى اصحاب الاعراف وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إلى آخر آیاتی که در مورد این افراد در واقع الله متعال در اینجا بیان میکنه. این افراد بنابر اقوال مفسرین کسانی هستند که ایمانشون یا طاعت و بندگی و معصیت هایشون با هم دیگر برابر هست. بهشتی‌ها به بهشت رفتن، جهنمی‌ها به جهنم رفتن. یک گروهی هستند که اعمالشون کاملا مساوی شده، در وسط قرار دارن، در همین برزخ یا در همین حجاب یا در همین اعراف قرار دارن. وقتی که الله متعال روشون به طرف جهنم میگردن، میگه پروردگار به ما لطف کن، ما رو جز این گروه قرار نده، گرچه عبادتمون قرار نده جز جهنمیان، ما رو جز بهشت قرار بده. و میترسند که خدای نکرده که الله متعال از اونها گذشت نکنه، اونها رو نبخشد و در جهنم در واقع نیفتند. پس بنابر هر دو گزینه‌ای که در این روایت اومده ما نگاه بکنیم، این اهانتی هست به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما معتقد هستیم که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، حسن و حسین و بقیه بزرگواران انشاءالله که جز اولین کسانی باشند که همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم به بهشت بروند و بر روی اعراف گیر نکنند. اعراف مال کسانی هست که نیکی ها و بدی هاشون با هم دیگر مساوی هست و هنوز وجه ترجیحی نیست که نهایتا الله متعال اونها رو به بهشت انشاءالله خواهد برد و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت از این مقام در واقع بالاتر هستند. اونها جز اصحاب الیمینند، اونها جز مقربینند، جز همراهان رسول الله صلی الله علیه و سلم در بهشت انشاءالله خواهند بود. این اگر معنیش این باشه که علی الاعراف رجالون، یعنی که ائمه بر روی اعراف هستند. اگر منظور این باشه که اعراف خود ائمه هستند، معنی قرآن که در و علی الاعراف رجالون ترجمهش باید اینطوری بکنند که بر روی ائمه مردانی سوار. هر کدوم گزینه که براشون خوشاینده قبول بکنند. اللهم استعان. دیدید که اینم از تحریف و دروغی که اینها میبندن به قرآن کریم و اصلا بارها گفتیم که هدف اینا بدنام ساختن اسلام و بدنام کردن قرآن کریم و دین مبین اسلام و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. برمیگردیم به باب بعدی. باب بعدی از مجموعاً دقیقاً حدود 17 تا روایت داره.
17 تا روایت این باب دوم داره. باب و فرض طاعت الائمه 17 تا روایت داره که از میان این دو تا روایت صرفاً فقط 2 روایت رو آقای مجلسی گفته که صحیحند. صرفاً 2 روایت رو گفته که صحیحند، باقی مانده رو یا گفته که مجهول کصحیح و نمیدونه حسن کصحیح از اون باب داره، اما چیزی که صحیح باشه صرفاً همون در واقع 2 روایت هستن، روایت 6 و روایت 8 این باب. الان روایت 6 را چون که در واقع روایت صحیح هست، روایت 6 را چون که روایت صحیح است، استدلالی از آیه قرآن رو داره. روایت 6 باب فرض طاعت ائمه که به استدلال آقای مجلسی صحیح هست، در این آیه یک استدلالی شده از آیات قرآن کریم. هم این آیه هست و هم در واقع این روایت هست و روایت 4. روایت 4 و روایت 6 در واقع یک مفهومی دارن. دوستان نمایش بدن این صفحه رو. این باب هست، باب و فرض طاعت الائمه. روایت اول از علی ابن ابراهیم هست که ما با این کاری نداریم چون که وقت نیست، نمیخوام که کل این روایت را وقتی که آقای مجلسی گفته که همه در واقع ضعیفن و مجهولن ما کاری نداریم، میریم روی روایتی که گفتن صحیحن. روایت 6 گفته که صحیح هست، روایت 6. اما قبل از این من روایت 4 را میخونم. محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از حسین ابن سعید، حماد ابن عیسی، حسین ابن مختار، عن بعض اصحابنا عن ابی جعفر. اینو گفته که آقای مجلسی این روایت را ظاهرا که روایت مرسل باشه چون که ان بعض اصحابنا آمده. ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز وجل و آتیناهم ملکا عظیما، که ما به اونها ملک عظیمی را دادیم. ما به اونها ملک عظیمی را دادیم. در اینجا هم گفته سوره نساء آیه 58. سوره نساء آیه 58. خب در اینجا میگه که ما به اونها ملک عظیمی داریم. قال امام ابو جعفر فرمود الطاعة المفروضه، که الله تعالی به اونها طاعت مفروضه داده. عنوان باب چی هست؟ عنوان باب فرض و طاعت الائمه، که اطاعت از ائمه چه کار هست؟ فرض هست. در اینجا میگوید که منظور از این ملک عظیم چی هست؟ طاعت مفروضه. این هست که ثابت بکنه که بله منظور از این آیه ما هستیم و منظور از این ملک عظیم کی هست؟ همون طاعت مفروضه هست. پس بنابراین اطاعت ما فرض هست بر بندگان که باید از ما اطاعت بکنن. وجه استدلالش و عنوانش، ترجمه الباب و عنوان بابش و خود روایت اینو میگه. روایت 6 که آقا گفته که صحیحه، روایت 6 که گفته صحیحه. قال ابو عبدالله، این روایت از امام ابو عبدالله است، اون از ابو جعفر بود، این از ابو عبدالله امام جعفر صادق. نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا، ما یک ملتی هستیم، یک گروهی هستیم، یک طیفی هستیم که الله متعال طاعت ما را واجب کرده، اطاعت از ما، پیروی از ما را الله واجب گردانیده. لنا الانفال و لنا صفو المال، انفال و غنایم و مالهای برگزیده مال ما هست که امروز مال مراجع شیعه هست که به عنوان خمس و سهم امام دارن میگیرن. و نحن الراسخون فی العلم و نحن المحسودون، و ما کسانی هستیم که مورد حسد قرار گرفتیم. و نحن المحسودون، ما کسانی هستیم که مورد حسد قرار گرفتیم. الذين قال الله، اون کسانی که الله متعال در مورد اونها چنین فرموده که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسادت می‌ورزند بر مردم به خاطر اون چیزی که الله متعال از فضل خودش به اون مردم در واقع داده؟ الان این هر دو تا آیه یک آیه هست، هر دوتاشون آیه 58 سوره نساء هست. 54 اینجا اشتباه اینو زدن، 58 زدن. آیه 54 سوره نساء در واقع هست. خب این آیات رو در اینجا اون ببینیم که چی گفتن. هم امام ابو جعفر گفته که منظور ماییم، منظور ما هستیم و هدف آیه اطاعت مفروضه هست، و هم این که امام ابو عبدالله گفته منظور ما هستی و محسودون که هستند، کسانی که مورد حسد قرار گرفتند ما هستیم. الان بریم آیه قرآن رو ببینیم که الله متعال در این قرآن، من عرض کردم هر جا که شیعه استدلال کرده بهترین راهش این است که بریم به قرآن مراجعه بکنیم و یک آیه قبلش رو یک آیه بعدش رو بخونیم، ببینیم که این استدلال در واقع درست در میاد یا اینکه یک نوع در واقع اشتباهی هست. بله آیه 54 سوره نساء هست. در اینجا الله متعال ببینیم در آیات قبلش در مورد اهل کتاب سخن میگوید. آیه 51 الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اونهایی که بهری از کتاب بردن، این اهل کتاب یهود و نصارا، یؤمنون بالجبت و الطاغوت الی آخر این آیه. آیه 51 در مورد یهود و نصارا هست. بعد از آن میفرماد اولئک الذین لعنهم الله،
این یهود و نصارایی که یک بخشی از کتاب یعنی به اونها تورات داده شده، انجیل داده شده و در واقع که به جبت و طاغوت ایمان دارند و مسخره میکنند اهل ایمان را، این کسانی هستند که الله متعال اونها را لعنت کرده. اولئک الذین لعنهم الله، اینها را الله لعنت کرده، نفرین کرده. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، کسانی را که الله لعنت کرده نصیری در واقع یاوری نخواهند داشت. ام لهم نصیب من الملک، بازم برمیگرده به اونها، مگر اونها سهمی از پادشاهی دارند، از ملک دارند. فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر واقعا ملک و پادشاهی دست اونها بود، اینا اختیار دار بودن، هیچ چیزی رو به کسی به اندازه نقیری هم در واقع به کسی ندادند. ام یحسدون الناس، یعنی که همون اهل کتاب یهود و نصارا، یا این که این یهود و نصارا حسد می‌ورزند بر مردم، حسد میکنند علی ما آتاهم الله من فضله، بر چیزی که الله متعال از فضل خودش داده، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون رو الله متعال به مقام نبوت رسوندند. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت و آتیناهم ملکا عظیما، ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و آتیناهم ملکا عظیما، ما به آل ابراهیم ملک عظیمی رو در واقع دادیم. آیه در مقابل اولا مخاطبان این آیه اهل کتابند، یهود و نصارا هستند و ائمه اهل بیت نیستند، نه مخاطبش امام جعفر هست و نه امام باقر. این در مرحله اول که در واقع در اینجا هست. و این آیه همون گونه که عرض کردم این در مورد یهود و نصارا در واقع هست. غیر از این آیه را در دو جا پدر یک چیزی رو گفته، یک تکی از این آیه رو گرفته، پسر یک تکی از این آیه رو گرفته. فقط آتینا محسودون را، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله، امام جعفر صادق میگه که این ما هستیم که محسود هستیم، و امام باقر گفته فقط و آتیناهم ملکا عظیما، منظور از این ما هستیم ملک عظیم یعنی طاعت مفروضه. جالب اینجا هست که این آیه فقط این یک آیه هست، این آیه در مورد آل ابراهیم هست، در مورد آل ابراهیم هست. وقتی که یهود حسودی کردند چرا پیامبر آخر الزمان از ما نبود، الله متعال گفته مگر شما حسودید، الله فضل خودش رو به هر کسی بخواد میدهد. این نبوت آخر الزمان رو داده به رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما قبل از این به آل ابراهیم هم داده. آل ابراهیم یعنی یعقوب و یوسف و بقیه اسحاق، انبیاء بنی اسرائیل رو در واقع به اونا داده، هم به انبیاء بنی اسرائیل داده، الان مثلا هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم که از حضرت اسماعیل علیه السلام بودن به اون در واقع داده. الان در این روایت اومدند ادعا کردند که این ملکن عظیما و آتیناهم ملکن عظیما، میگه منظور ما هستیم. خب در اینجا منظور انبیاء بنی اسرائیل هستند، انبیاء بنی اسرائیل هستند، نه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. محسودونی که در اینجا هم ذکر شده اینه که حسد می‌ورزند بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. غیر از این وقتی که این آیه رو ما نگاه میکنیم در اینجا آورده الله متعال که و آتیناهم ملکا عظیما، نمیدونیم این چه ترجمه کردن در این آقای مکارم یا دیگر مترجمین شیعه. من الان میارم براتون 54 نصف. و آتیناهم ملکا عظیما یعنی این که ما دادیم به اونها، یعنی بحث ماضی هست، بحث ماضی و گذشته هست. ما به آل ابراهیم ملک عظیمی را دادیم در گذشته، یعنی این امام، حاشا که این امام گفته باشه، این راوی فرق گذشته و آینده رو در واقع نمیدونه. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، در زمانی که این اختلاف وجود داشت با یهود در واقع مدینه، بحث امامتی به صورت کلی مطرح نشده بود و حتی خودش یه روایات کافی که زیاد هست در این مورد اومده که آخرین فرضی که از جانب الله نازل شد بحث در واقع امامت بوده. در اون زمان نه بحث امامت علی بوده و نه غیر علی. الله متعال میفرماید و آتیناهم ملکا عظیما، ما به انبیاء بنی اسرائیل ملک عظیمی را دادیم، نه اینکه ما به شما ملک عظیمی را خواهیم داد. این یک مطلب، یعنی به هیچ عنوان نمیتوانیم که منظور از این آیه ائمه اهل بیت باشند. مکارم هم همین ترجمه، با اینکه به آل ابراهیم، احمد جان اگر نشون بدی، به آل ابراهیم که یهود و خاندان او هستند کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیار آنها قرار دادیم. خرمشاهی هم همینو گفته که ما به خاندان ابراهیم. بله، ترجمه آقای مکارم که صراحتا این را آورده که آل ابراهیم که در واقع یهود و خاندان او هستند.
خب این مکارم شیرازی طبق عادت همیشگیش، چون ما بهش میگیم مکاره شیرازی، اینجا یک تحریفی هم کرده در ترجمه، گفته با این که به مردم یعنی پیامبر و خاندانش در برابر آنچه خدا از فضلش به آنها بخشیده بود حسد می‌ورزیدند. خاندان اضافه کرده به خاطر اینکه اون مراد به اصطلاح اصول کافی رو بیاد. هیچ جا در قرآن نیومده که به خاندان رسول الله، اومده به آل ابراهیم، اما به آل محمد اومده. مگه خرجی داشت برای الله متعال که آل محمد رو هم اضافه بکنه؟ و ولقد آتینا آل ابراهیم و آل محمد ملکا عظیما. چی میشد؟ قضیه تمام میشد، نه سنی انکار میکرد و نه شیعه در واقع دردسر میافتاد. راحت این آیه رو می آورد و سنی مجبور بود قبول بکنه. اما چون که در آیه نیست، آقایون رو اضافه کردن، در ترجمهش اینو در واقع آوردن. اضافه بر این، آقایونی که در اینجا اومدن، حتی همین آقای مکارمی که این ترجمه کرده غافلند، اینا به هیچ عنوان نمیتونند آیه رو کامل بخونند و دقت بکنند در آیه. آیه رو دوباره نمایش بدید ببینید که الله متعال در این آیه چی میفرماد. و الله متعال میفرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه. الکتاب والحکمه، ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت رو دادیم. کتاب و حکمت را دادیم. در اینجا وقتی که امام باقر یا امام جعفر صادق ادعا می کند که محسودون ما هستیم، یا این که این ملکن عظیما به ما داده شده، یعنی طاعت مفروضه، خب در اینجا آمده همون گونه که الله متعال ملک عظیم را داده، کتاب و حکمت را هم داده. کتاب ائمه کجا هست؟ بر علی کتابی نازل شده، بر حسن و حسین کتابی نازل شده که منظور از این ملک عظیم در واقع چی باشه؟ یا فقط ملک عظیم را داده به اینها و کتاب و حکمت را در واقع نادیده گرفتن؟ به هیچ عنوان این آیه در واقع سازگار با این استدلال در واقع نیست. همون گونه که عرض کردم، یک بحثی که در مورد انبیاء بنی اسرائیل هست، اون آیه رو کامل نمیارن. اگر آیه رو کامل میآوردند، استدلالشون برای همه واضح و آشکار میشد که این استدلال غلطی است. در روایت اولی فقط و آتیناهم ملکا عظیما را آورده، قبل و بعدش رو نیاورده، و در روایت بعدی فقط این آورده که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. قبل و بعد از این رو دیگه در واقع نادیده گرفتند که به هیچ عنوان کسی در واقع به اون نگاه نکنه به آیه. وقتی که به آیه برگردن معلوم میشه که این آیه در مورد بنی اسرائیل هست و انبیاء بنی اسرائیل و هیچ ارتباطی به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد. جزاکم الله خیر. جناب استاد اجازه میدید تماس بگیریم یا بازم مثل که مطلبی مونده شما سفر رو برگرداندید؟ مطلب که هست هنوز مطالب میخواید تماس بگیریم، من تنازل میدم حق شما. جزاکم الله خیر. احمد جان شماره تلفن برنامه رو زیرنویس بکنید. از همین لحظه به بعد شما عزیزانی که بیننده برنامه هستید، اگر مایل باشید در زمینه موضوعاتی که مطرح شده اظهار نظر بکنید در رابطه با موضوع برنامه، خواهشاً و این ابوابی رو که ما در کتاب حجت کافی بررسی کردیم، میتونید به شماره تلفنی که زیرنویس شده زنگ بزنید و در این رابطه صحبت بکنید. ما باب‌های 64 62 63 و 64 رو جناب استاد مثل این که بررسی کردیم. بله 64 و 65 و 66. بله. این باب‌های کتاب اصول کافی رو بررسی کردیم. اگر در این مورد مطلبی هست و اظهاری نظری دارید و اینکه چرا راویان شیعه همیشه سعی می‌کنند که استدلال‌های ناشیانه و جاهلانه از قرآن کریم داشته باشند. خواهش دیگری ما این است که عزیزانی که تماس میگیرن سعی کنن که از زمره علمای شیعه باشن تا بتونیم بحث علمی باشون داشته باشیم. کسانی که در مورد کافی و روایت‌های شیعه اطلاعات دقیقی ندارن لطف کنن به برنامه‌ای زنگ بزنن که آزادانه بتونن در اونجا موضوعات مختلف رو مطرح کنن. برای سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز و بزرگوار خوب هستید؟ سلامت باشید. الله متعال. سلام ادب دارم خدمت استاد عزیز مولانا عبدالقدوس دیخان. واقعا موضوع خوبی رو پیشنهاد کردید. من هنوز در کودکی بودم، با من در کتاب‌های چی در طرف تاجیکستان هم بسیار بودن. واقعا با ما استادانی که درس میدادن، اونها با ما درس میدادن که
اصول دین یکی از خیلی که استاد فرمودن 6 قسم است. با ما گفتگی هستند که 8 قسم است و غزل هم بود که هر کس نداند این رو حرامزاده بود، فرزند او هم خیلی غزل بوده. اول امامت، بعد نبوت، بعد دیگر چیو. تا حاضر من همین غزل در خیالم هست، لیکن صد افسوس پشیمانی میکنم که ما از نادانی این گونه چیوی خرافات های شیعه ها رو باور کردیم. واقعا از شما خیلی خیلی و خیلی منتداری میکنیم که باور کنید حق و حقیقت رو شما میگوید استاد. و درباره آن میخواستم یک سوال از استاد گرامی داشتم که درباره موضوع نیست و خواهشمندم جواب گید. فضیلت خواندن سوره اصحاب کهف در روزهای جمعه چی فضیلت ها دارد؟ میخواستم روشنی میدادم استاد عزیز. باشه چشم، در این مورد صحبت می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر عزیزمون. جناب استاد، کتاب هایی بود مثل 4 کتاب معروف بود شاید که دیده باشید در بعضی از مناطق اهل سنت، هم متاسفانه در خانه ها حتی خانم ها میخوندن این کتاب رو، بچه ها یاد میدن قبل از اینکه برن به مدرسه، که اصول دین برادر 8 قسم است. متاسفانه من این کتاب رو ندیدم در منطقه ما، به فضل الله معتاد چنین کتابی نبوده. و اصول دین که من عرض کردم اصول اسلام و اصول در واقع ایمان، 2 تا اصطلاح داریم، ایمان و اسلام. و ارکان ایمان، ارکان اسلام 5 مورد هست، یعنی 5 فعل و حکم عبادی هستن، نماز و روزه و زکات و حج. و اولیش که همون در واقع شهادتین هست، کلید اسلام هست و که بدون آن کسی مسلمان نمی شود. و بعد از آن 4 حکم فقهی و شرعی هستند. و اصول ایمان رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع در حدیث جبرئیل بیان کردن و در آیه 177 سوره بقره و در جاهای دیگر قرآن هم به صورت کامل اینها بیان شده که 6 مورد هست. فضایل خواندن سوره کهف و در این زمینه روایت اومده و صحیح است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که سوره کهف رو در روز جمعه بخواند، این در واقع روشن میکند، یعنی آینده او رو تا جمعه آینده اون رو در واقع الله متعال به اون نور عنایت خواهد کرد. و وقت خوندنش بعد از مغرب روز پنجشنبه هست، یعنی شب جمعه، یعنی مغرب روز پنجشنبه با غروب آفتاب این وقت شروع می شود تا غروب روز جمعه، غروب روز جمعه. اما اینو اگر در صبح جمعه بخونند یا در بعد از عصر جمعه بخونند این اعلاتر و بهتر هست. و حدیث در این مورد هم صحیح. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو تلویزیون فساد. به سال حق بفرمایید. خسته نباشید جناب. سلامت باشید. جناب یه علمای شما نشستن در این صحبت، من یه راست میگم با آقای تلویزیون البته با آقای الهیاری صحبت کنم ببین چجوری مثلا علی چی برای خود چه. برادر عزیز در مورد موضوع برنامه مطلبی دارید؟ در مورد موضوع برنامه مطلبی دارید بفرمایید. نه شما یه راست میگی با آقای الهیاری مناظره کنید هیچ چی بارتون. آقای محترم ما بارها مناظره کردیم، قبل از وصال مناظره کردیم، من یک مرتبه کلیپش هم نشون دادم. ایشون اگر جرأت و شامت و مردانگی داره، موقعی که ما شماره تلفن خاص و ویژه برای ایشون گذاشته بودیم مرد می بود زنگ میزد. یک شب 3 ساعت کامل ما شماره گذاشتیم، زنگ میزد جواب میداد. تشکر از شما. یعنی من تعجب میکنم برای شما که یا نمیبینید یا خودتون رو یا نمیفهمید یا خودتون رو میخواید به نفهمی بزنید. ما در یکی از شبهایی که همین بیننده ای از طرف ایشون زنگ زد و گفت که شما مناظره بکنید، 3 ساعت کامل شماره تلفن ویژه برای ایشون اعلان کردیم. در طول این 3 ساعت منتظر تماسش بودیم. جرأت و شهامت و مردانگی رو حسن علایاری نداشت که زنگ بزنه و با ما صحبت بکنه. بله سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نخست سوال کنیم برای استاد. بفرمایید. الو. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. ما مثلا فهمیدیم این حدیثی انا مدینه العلم و علی الباب چه معنی داره؟ این حدیث صحیح است ضعیف است؟
انا مدینه العلم. باش چشم، در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما. تشکر بیننده عزیز گرامی. متاسفانه سعی میکنن که با بستن شماره تلفن‌های برنامه مانع این بشن که بیننده‌های عزیز ما زنگ بزنن از داخل ایران و میترسن. واقعا ترس و وحشت اینها به حدی رسیده که الان در همین چند دقیقه که ما شماره تلفن برنامه رو اعلان کردیم، احمد جان، این سومین شماره است که عوض میکنید، چهارمین شماره است. یعنی در کمتر از 10 دقیقه 5 شماره درسته؟ 4 شماره عوض کردن و این نشاندنده وحشت این حکومت است از برنامه‌های وصال حق. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید، با گوشی تلفن صحبت کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محمد انصاری خوب است ان شاء الله. من عبدالله هستم از تاجیکستان تماس میگیرم. عبدالله برادر عزیز بفرمایید. جناب مولانا صدا شما رو میشنوند. ان شاء الله استاد، ما هر سری از شما از استاد محترم خیلی واقعا جای تشکر است که با مردم تاجیکستان را ان شاء الله چقدر این برنامه‌ها نگاه استاد است، لیکن فقط تشکر خود را از استاد خاص از استاد عبدالقدوس دهقان داریم. استاد از شما داریم. تشکر از شما برادر عزیز، زنده باشید. الله نگهدار. خدا نگهدارت. برای سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ جناب آقای آخوندی حسینی بفرمایید. بله خوب هستین شما؟ زنده باشید. آقای آخوندی در مورد این باب 63 64 65 که از کتاب کافی بررسی کردیم، اگر مطلبی دارید خیلی کوتاه مختصر بفرمایید. بله من از استاد خان میخواستم بپرسم که این میفرماید که لا دین لمن دان الله ولایت امام جائر، نسب و اداوتشون رو مایه هلاکت. آقای حسینی ما 3 باب از ابواب کتاب کافی رو بررسی کردیم. استدلال‌های جاهلانه و احمقانه راویان شیعه رو به قضیه امامت از آیات قرآن کریم ثابت کردیم. در این مورد خواهشاً صحبت بکنید، اما این حرفای فلسفی که میخواید بزنید در برنامه آن روی سکه بیاید، من اونجا وقت کافی بهتون میدم. بفرمایید. خب استاد فرمودن که اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی از کتاب خدا و سنت پیامبر ما اخذ. الان ما سنت رو از چه کسی باید بگیریم؟ همین رو استاد اخوان به من جواب بدن. شما سنت رو از کی گرفتید؟ خب ما عقیدمون اینه که سنت رو باید از اونایی که پیامبر در کنار مثلا پیامبر از امامان بگیریم. مثلا از کدام امام؟ از امام علی؟ نه، از امام باقر همون امامی که فرمودن یبقر العلم بقرا، سلام من رو جابر برسون، او علم رو در جان مردم منتشر خواهد کرد. اما اختلاف ما و شما در سنت خیلی زیاده. این دلیلش چیه؟ آقای حسینی شماها نه از سنت صحبت بکنید نه از اهل بیت صحبت بکنید. در 16,000 روایت اصول کافی شما چند روایت از رسول الله دارید؟ بفرمایید. خب ما عقیدمون اینه که ما اصلا روایت‌های بابا 144 روایت دارید. 144 روایت از 16,000 روایت. شما پیرو سنت پیامبرید؟ آقای محترم، نه ببینید، من اجازه نمیدم که شما اینجا فلسفه بگید، مردم رو فریب بدید. از فاطمه زهرا چند روایت دارید در کتب تمانیتون؟ چند روایت دارید؟ از فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها که شما خودتون رو پیرو اهل بیت میگید، در 8 کتابتون چند روایت دارید؟ بفرمایید. هیچی ندارید آقای حسینی، هیچی ندارید. از حضرت علی چند روایت دارید در کتابای چهارگانتون؟ در 4 کتابتون کتب اربعه، در کتب اربعه کافی و الاستبصار و تهذیب و ان لا یحضر الفقیه چند روایت دارید؟ 690 روایت. چرا فرار میکنید از جواب؟ 690
690 روایت دارید. ما فقط امام احمد 804 روایت داره از حضرت علی. خب به چه دلیل این همه اختلاف بین سنت؟ آقای محترم، شما نه پیرو قرآنید، نه پیرو پیامبرید، نه پیرو اهل بیتید. بس سلام. خب باشه قبوله. تشکرش. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ سلامت باشید. انصاری حرف بزنم. بله دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. در مورد موضوعات برنامه اگر حرفی دارید میشنویم. آقای انصاری، معذرت عبدالله از اروپا هستم. آقا عبدالله بفرمایید. من در کتاب کافی یه روایتی خوندم، معذرت میخوام از اینکه مزاحم شما میشم. آقا عبدالله عزیز، اگر در مورد همین ابوابی که ما بررسی کردیم استدلال جاهلانه و ناشیانه روات شیعه به قرآن کریم اگر مطلبی دارید در خدمت شما هستیم، بفرمایید. من میخواستم راجع به کافی یه بحثیه، میخواستم برات بخونمش. آیا این چه چیزی به نظرت شما به اسلام میرسه؟ میگه در روز محشر هنگامی که تمام مردم جمع میشن در صحرای محشر و همونطوری که خدا خلق کرده همه لخت و مادرزاد اونجا ایستادن، یهو یک دسته ای میان، بنا به گفته آقای کافی یه دسته ای میارن نورانی با لباس سفید آغشته، مردم نگاهشون میکنن، میگن آقا شما پیغمبرید؟ میگن نه. میگه شما شهیدید؟ میگه نه. میگه وصی هستید؟ میگه نه. میگه پس شما چی هستید؟ میگه ما ساداتیم، ما فرزندان رسول خداییم. بعد رسول خدا در میاد میگه بفرمایید بچه های من، شما و دامادا و کسایی که زن به شما هدیه دادن و کسایی که به شما خمس دادن با خودتون به بهشت وارد بشید، حتی اگر گناهشون به اندازه کوه احد باشه. آخر این کدوم دینه؟ پس من برم یه دخترم بدم به یه سیدی دیگه احتیاج ندارم که نماز بخونم، روزه بگیرم، حج برم، جهاد بکنم؟ برای چی کارا رو خود معذیت؟ یه دخترم به یه سیدی میدم. خیلی هم توی خوزستان بدبختی ما هستن که دارن دخترای 18 سالشونه، یکیشون به همین آقای جزایری دخترش داده که به خاطر اینکه فردا آقای جزایری ببرتش با خودش تو بهشت. اگر این مذهب، این دینه، کجای محمد اینو گفته؟ کسی که دخترش 17 ساله رو به یک آدم 80 ساله بدی، یک آدمی هم فامیل منه که زنش دختر بدبخت 17 سالش به یه سیدی داده، هر روز داره گریه میکنه، میگه این روز عروسش میزنتش، عروس همون سیده 80 ساله که دختر 17 ساله، میگه این روز پسرش کتکش میزنه. نه دختر داشته باشه. آقا عبدالله، خیلی ممنون. آقا عبدالله، آقای کافی شد. آقا عبدالله، حضرت مولانا میفرمایند که وای بال کسی که نه دختر داشته باشه نه پسر. نه پولم داشته باشه که خمس بده دیگه، نه دختر داشته باشه نه پول داشته باشه که خمس بده. این بدبخت خمس دخترش خمس داده، گولش داده، آخونده گفته اگر تو به یه سیدی حبه بکنی، حبه یعنی هدیه، خوشو از من واردتری، تو بدون حساب کتاب وارد بهشت میشی. پیغمبر در میاد میگه پدران عروس من کجان بیان وارد بشن حتی اگر گناهاشون به اندازه گوره آرد باشه. این کتاب آقای کافی هست. جدا به اینا بگو این مذهبه، این دینه، تشکر از شما. یا کلاهبرداریه. خیلی ممنونتم، خدا عافیت بده. خیلی ممنونتم. زنده باشید، خدا نگهدارت. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی از ایران بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلامت باشید، کمی بلندتر صحبت کنید. سلام نمیاد؟ بله صدای شما هست، بفرمایید. میبخشید دوستای محترم، ریاض‌الدین نظام هستم از افغانستان، فعلا مسافر در ایران. بفرمایید برادر گرامی. گفتم ریاض‌الدین نظام هستم، فعلا مسافر در ایران هستم. بفرمایید غیاث الدین برادر عزیز، بفرمایید. یک حکایت کوتاه از امام شفیع اعظم براتون میکنم. بفرمایید. که امام شفیع اعظم روزی با یکی از علمای شیعه میخواستن که این بحث کنن درباره همین دو مذهب. وقتی که امام اعظم برشون وعده داد که ما صبح یعنی میایم با هم بحث میکنیم. درست. مثلا صحیح شد. وقتی که روز دوم آمدن امام اعظم که داخل اتاق که علمای شیعه که شد کفشه خود زیر کولش گرفت. درست. وقتی که زیر کولش گرفت اونا گفتن برای چی کفشه تا زیر
دست گرفته گفت در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم شیعه دست بدن. شیعه با زمان خودشان گفتن که در زمان پیغمبر که شیعه نبود. پس دیگه حکایت همینجا تمام بکنم چون که کارتون تمام شده. سلام. درست. تشکر از شما. تشکر از شما برادر است. الله متعال ستون. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام. کمی بلندتر صحبت کنید بیننده گرامی. می‌خواستم با انصاری صحبت کنم. دارید با انصاری صحبت می‌کنید؟ صداتون داره در برنامه زنده پخش میشه، بفرمایید. سلام علیکم انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی. مسلم هستم از اهواز. مسلم برادر عزیز از اهواز، بفرمایید. در خدمتیم. آیا سوال داشتم برادر گرامی برنامه پرسش و پاسخ نیست. اگر در مورد ابوابی که ما از کتاب کافی بررسی کردیم صحبتی دارید در خدمت شما هستیم. نه والله من مدت 2 سالیه که موحد شدم. الحمدلله الحمدلله. در مسائل نماز یک سوال داشتم می‌خواستم صحبت کنم. در مورد نماز ما کلیپ هایی داریم که در 24 ساعت شبانه روز پخش میشه در مورد وضو و نماز. انشالله این کلیپ ها رو ببینید و یا با ایمیل book@wasalhaq.tv تماس بگیرید. انشالله کتاب هایی هست در مورد نماز و وضو و عبادات براتون میفرستیم انشالله. تشکر از شما. زنده باشید. الله متعال ستون کنه. جناب استاد چندمین شماره از احمد جان عوض کردی؟ 5مین شماره بود که عوض کردن و بازم شماره تلفن ها رو بستن و ما هم به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. جناب استاد اگر مطلبی دارید. این آقای آخوندی، آقای حسینی، ایشون میخواستن در مورد اهل بیت این مسائل صحبت بکنن. واقعا جالبه که اینا بیان ادعای پیروی از اهل بیت و قرآن حرفی که به قرآن و سنت برگردید من از خودم نگفتم. این رو سیدنا علی گفته بود. من هم خطبهشو از کتاب نهج البلاغه نشون دادم و هم نامه 53 شده در واقع به مالک اشتر نوشته بود. ایشون فرموده بودند که رد ارجاع دادن به الله یعنی کتاب الله، محکمات قرآن و ارجاع دادن به رسول یعنی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب اینو از علی بپرسند که سنت رسول الله رو ما از کجا بگیم؟ علی رضی الله تعالی نمیتونستند بگند که الان که رسول نیست به من بازگردانید. خب خود امام معصومتان وقتی که میگوید که به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بازگردانید یعنی این که خودشون در واقع در این موقعیت و در این سطح در واقع نیستند که مرجع حل اختلافات مردم باشند. در مورد آیه من به صورت مفصل خدمت بینندگان عزیز توضیح دادم، نمیخوام تکرار بکنم. جناب مولانا در یکی از برنامه در مورد همین مسئله که صحبت کردید من همون صحبت شما رو اون موقع یادداشت کرده بودم که یعنی در بین 44,000 حدیثی که اینا در 4 کتابشون دارن فقط از پیامبر صلی الله علیه و سلم 644 روایت دارن. در بین 16,000 روایت کافی 92 تا حدیث از پیامبر دارن. چگونه اینو پیروی از سنت پیامبر؟ به هیچ عنوان یعنی به هیچ عنوان شیعه نمیتواند ادعای در واقع این بکند که از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کرده، زیرا که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را کی برای بعدی ها نقل بکند؟ بقیه اصحاب رو که کافر میدونند. هیچ کسی برای از دیدگاه شیعه عادل نیست، معتبر نیست. روایتشون ابو هریره و سیدنا عایشه و سیدتنا عایشه و بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم روایتشون هیچ ارزشی رو نداره. فقط و فقط کسی که در زمان رسول الله باید شیعه از اون حدیث بگیرند و از اون طریق باشه سیدنا علی هست. و در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه روایاتی رو که اهل سنت و الجماعت از علی دارند خیلی بیشتر از شیعه هست. این یک طرف. و از طرف دیگر روایات ابوبکر و عمر و عثمان رو هم رو یک طرف ما بگذاریم، روایاتی که اهل سنت و الجماعت تنها از سیدنا علی داریم بیشتر از روایات 3 خلیفه هست. یعنی این که اهل سنت و الجماعت پیروان واقعی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. روایاتشون بیشترشون هم صحیح است از طریق اهل سنت و الجماعت. همون گونه که شما اشاره کردید امام احمد رحمت الله علیه در کتاب خودش آورده، در صحاح و سنن به صورت کلی روایاتشون تنها هست. امام احمد بیشتر از 4 کتب اربعه اینها روایت داره از سیدنا علی رضی الله تعالی. این دلیل بر این هست که اهل سنت و الجماعت پیروان واقعی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هست. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان. البته چند مورد دیگر از این استدلال های ناشیانه موند از آیات قرآن که
فرصت نشد، انشالله برای وقتی دیگه. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما، بزرگواری فرمودید. تشکر از تک تک شما بینندگان عزیز گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. موضوع این هفته ما بود استدلال های ناشیانه و جاهلانه روات شیعه از قرآن کریم و همونطوری که دیدید در بین تماس ها هیچ کدوم از اینها جرأت ندارن که از این روایت های باطل، از این کتاب های باطلشون، از این مذهب باطل و بی پایه و بی اساسشون دفاع بکنن. متوسل میشن به بستن شماره ها، پارازیت پخش کردن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی توفیق بده تا به راه قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم برگردن و اگر قابل هدایت نیستن شر این آخوندهای دین فروش رو از سر ملت ایران و همه مسلمانان جهان دور بکنه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.